انیا، من کیمیا و اینجا کیم دراماست، جایی که داستان‌های سریال‌های کره‌ای رو همونطور که اسمشم براتون تعریف میکنم، نه مرور و نه نقد، بلکه یک سفر عمیق احساسی به دل سریال‌های کره‌ای یا همون که دراما و تجربه زندگی در کنار کاراکترها. پس اگه به سینمای کره علاقه‌مندی و دنبال یک تجربه جدید به خصوص می‌کردی، جای درستی اومدی، چون اینجا قصه‌ها زنده میشن. Welcome to Kim Drama. یکم دراما این هفته خوش اومدید. اگه که تا الان نمیدونید جیوان کیه، نمیدونم چی بهتون بگم، چون نزدیک به 8 ساعته راجبش صحبت کردیم. یعنی این قسمت فکر کنم 6مشه و فکر کنم هفته دیگه و هفته بعدش هم مثل همیشه جمعه ها ساعت 7 ما با جیوان هستیم و بعدش میریم سراغ یک سریال دیگه یا شاید یک سینمایی دیگه. ولی خب اگه نمیدونید جیوان کیه، بذارید یه ریویوی بهتون بدم. جیوان دختر اصلی سریال ماست، با شوهرم ازدواج کن و اینجا کار جیوان سرطان گرفته و دوستش رو شوهرش به خاطر اینکه بیمه اونو بالا بکشن کشتنش، ولی نه، جیوان برگشته 2013 و نه تنها برگشته بلکه اونجا با هیوک برگشته که یک CEO فوق‌العاده است که به شدت هم عاشق جیوانه و اینجا همه چیز داره شروع میکنه به خوب پیش رفتن، چون که ما فهمیدیم که سرنوشت جیوان باید اتفاق بیفته، منتها وابسته به خود جیوان نیست و به خاطر همین جیوان سرنوشتش رو میده به سومین با مینهوان ازدواج میکنه. و الان به این که فکر میکنم میدم که اگه به من میگفتن برگرد 10 سال قبل، یه جورایی باید خیلی بهش فکر میکردم، چون که 10 سال یعنی باید همه این کارا رو برگردونم. درسته سالهای جالبی بود، ولی فکر کنم 10 سال اخیر میتونم با جرئت بگم 95% من مشغول درس و مطالعه بودم. واسه همین نمیدونم برگردم دوباره همه این دانش رو از اول پیدا کنم، ولی الان راضیم از اینجا. خیلی ممنون. شما چی دوست دارید برگردید 10 سال قبل؟ چون این سوال خیلی جالبیه. اینجا در واقع توی این 11 قسمت اول داشتیم ما میدیدیم که جیوان داره زمینه رو مهیا میکنه که سومین و مینهوان با هم برن و خب خودش هم عاشق داره میشه، عاشق هیوک، کسی که سالهاست عاشقشه. و در این حال که جیوان الان توی ابرا سیر میکنه، ولی همیشه توی کی دراما آخر این قسمت ها ما باید ضربه حساسی رو بخوریم و اینجا ما با یورا آشنا میشیم، کسی که نامزد سابق هیوکه و الان برگشته و دقیقاً وایساده دم در آپارتمان هیوک. و نه تنها اون، بلکه ما متوجه شدیم که بیماری جیوان نرسیده به سومین، بلکه رسیده به یکی از دوستای خیلی خوب سومین و یک همکار، همون خانم یانگ مهربون، مدیر خوبه. یورا کاملا آماده است که وارد اون ناحیه‌ای بشه که مش میگیم نقش شروره کی دراما و کاملا ساخته برای اونجاست، به خاطر اینکه شما در نظر بگیرید سومین رو به عنوان یک مار خوشخط و خال، میتونید بگید که یورا در واقع یک، بهتون بگم، یک کروکودیل به تمام معناست، یک چیزی که اومده تا همه چیز رو نابود کنه. اگه که ما بگیم سومین یک باد کوچولویی که اومده بعضی چیزا رو از بین ببره، یورا در واقع یک گردباد بزرگی که اومده تمام حیات پشتی زندگی شما رو از بین ببره. چرا؟ به خاطر اینکه یورا کاملا هوشش رو داره و میلیون ها دلار داره که روی این کار هزینه کنه و همچنین کلی هم وقت خالی داره، به خاطر اینکه کار نمیکنه، شغلی نداره، هیچ کار نمیکنه. الان یورا وایساده اونجا روبروی جیوان و هیوک و ما دیدیم که توی قسمت قبل جیوان یه فلش بکی دریافت کرد از گذشته، وقتی که 14 سالش بود و بچه مدرسه‌ای بود و یه روز صبحی مامانش بیدار شده بود، گفته بود که من عاشق شدم، میخوام برم و میخوام زندگی خوبی رو داشته باشم بدون شما دوتا مزاحمید. یعنی یک کابوس به تمام معنا بود مامانه. و جیوان و بابای جیوان رو تنها ول کرده بود و رفته بود و اینجا جیوان و باباش داشتن سعی میکردن که به خاطر همدیگه آدم‌های بالغی باشن تا همدیگه رو ساپورت کنن و باباش سعی میکرد هم باباش باشه هم مامانش و جیوان داشت به اینا فکر میکرد و یادش افتاد که یه روز رفته بود سوپرمارکت محلشون تا مثلا یه چیزایی بخره و بعد از اینکه خریداشو کرد دنبال کیف پولش تو جیبش میگشت، نبود. تو کوله پشتی مدرسه‌اش گشت، نبود. و اون آجون مایی که سامغزان شد که خیلی مشخصه که پولتو گم کردی. آره معلومه دیگه، وقتی مامان بالا سردیس اینجوری میشه، تو باید باهوش‌تر باشی، نباید اینجوری رفتار کنی که همه بگن چون مامانش نیست اینجوریه. و اونجا جیوان داشت منفجر میشد و داشت تمام سعیش رو میکرد که گریه نکنه و شاید بگید این خانم بسیار فضول از کجا میدونست، بخاطر اینکه شهر کوچیکه، مردم عاشق حرف زدنن و تمام نقل مجالس چی بود اینکه مامان اینو ول کرده رفته و مثل همیشه دیگه این جامعه براتون آشنا نیست که دوستان همچه صحبت کنن. یه جیوان میاد جامعه این آجومه رو بگه و یه چیز گنده بهش تحویل بده. اونجا یه دختری از پشت سرش اجوما فضول نباش،
این مال توئه، روی زمین پیداش کردم و اونجا برای اولین بار بود که جیوان کیو دید؟ سومین رو. و میدونی این انگار بعد از مدت‌ها اولین بار بود که یک نفر به جز باباش بهش داشت لطف میکرد و اونو میدید. و به خاطر همین بود که جیوان فکر میکرد که میدونی توی گذشته من هر دستی که سمتم میومد حتی اگه محبت نبود رو میپذیرفتم و هر رفتاری که با میشد حتی اگه از عشق نبود اون رو به عنوان عشق در نظر میگرفتم و هر چیزی که واضح بود و انقدر بلند بود صداش که همه میفهمیدن رو من نادیده گرفتم فقط برای اینکه اینها رو کنار خودم داشته باشم. ولی این بار نه، این بار من عاقلم، این بار آگاهم، این بار خودم انتخاب میکنم. و میدونی استانداردهای جیوان رو مامان جیوان کاملا آورده بود رو کف زمین آورده بود، برای همین جیوان اینجوری شده بود. استانداردات رو پایین نیارینا. و به هر حال داشت فکر کرد که ولی این بار دست خوبی رو گرفتم، این بار شخصی رو انتخاب کردم که عاشقمه و همه کارهایی که کرد واقعا عشق بودن، منظورش هیوک بود. ولی الان داشت فکر کرد که نه، تو این زندگی من گند زدم. و اینجا اصلا در این مرحله یورا متوجه جیوانم نشده بود و برگشت سمت هیوک. هرچی باید تماس گرفتم جوابمو ندادی، واسه همین اومدم اینجا. دیدم نیستی، خواستم برم فردا بیام ولی گفتم دوباره ندیدم میگیری، بعد باهات صحبت کنم. و اینجا هیوک اصلا توجهی به یورا نمیکنه و برمیگرده سمت جیوان و بدترین حرفی که ممکنه به دختر در این موقعیت بگه رو میگه. اگه گفتی چی؟ نکن. چی؟ نه اونو نه. میدونی چی میگه؟ برات توضیح میدم. یعنی بدترین حرف. و جیوان در از اینجوری که اوکی من قدر کافی قبلا این جمله رو شنیدم و دستش از روی دست هیوک میکشه بیرون و با عصبانیتی که همیشه از صدای راه رفتن و دخترها پیداست باشو میکوبه و میره سمت آپارتمان خودش و اونجا میخواد بره روی مبلش بشینه ولی اصلا اونقدر هم نیرو نداره و همونجا تکیه میده به دیوار سرد و میفته روی زمین و داره فکر میکنه که عالی شد، زندگیم از روز ازل افتضاح و شتی بود. به نظرم باید از این زاویه بهش نگاه کنه که این بهترین روزیه که میتونست داشته باشه. شوهرش ازدواج کرد با اون نامزد سابقش، خودش تایم خوبی رو با هیوک داشت. حالا این دختره هم که البته من نیست از کجا پیدا شده ولی این یه جورای دیده براش و همونطور که بهتون گفتم دیده ها همیشه یه دونه استورم پشت سر خودشون دارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همون موقع جیوان نگاه گوشیش میکنه و میبینه یومیون داره بهش زنگ میزنه و یومیون خب اینجا براش دو تا فرد مختلف میشد، یکی اون دوست بامزه‌اش، یکی هم خواهر هیوک که در واقع کسی نمیدونه ولی خب جیوان میدونه. بله یومیون ببخشید الان باید چی کار بکنیم؟ چی؟ ببینه اون طرف خط یومیون داره گریه میکنه. چی باید چی کار بکنیم؟ من زنگ زدم به خانم یانگ، خب به خاطر اینکه نیومده بود عروسی و الان باید چی کار کنیم؟ خب برام بگو چی شده؟ خانم یانگ مبتلا سرطان شده. و اون موقع جیوان شروع میکنه به خودش لرزیدن و گوشی از دستش سر میخوره و میفته و داره فکر میکنه که چرا؟ چون که اینجا فهمید که مریضی اونه که رسیده به خانم یانگ. ولی چرا؟ مگه نباید مریضیش میرسید به سومین وقتی سومین با مینهوان ازدواج کرد؟ پس چرا باید میرسید به خانم یانگ، آدم به این بیگناهی و نایسی؟ و من مطمئنم که در همین حین هیوک آرزوش بود که این شاتگان داشت سری تیر خلاص میزد تو سر یورا. و ببین من موافق خشونت به ایجاد نیستم ولی اینجا حق داشت بخاطر اینکه این دختر دیوونه است و از این به بعد نه فقط این دیوونه است، سریال قراره دیوونه بشه. یعنی من اینجا میدونم که توی قسمت‌های آینده چه بلایی سر با شوهرم ازدواج کنه کیوت ما اومد، چون قراره بمیرن، خیلی ها قراره بمیرن. داری یهو وسط کاری فیلمو عوض کردی و از با شوهرم ازدواج کن زدی رو کار موش. بچه‌ها دوست دارم راجع به موش صحبت بکنیم، یکی از مورد علاقه ترین های منه، فکر کنم 40 بار رواجش کردم. اگه دوست دارید ببینید حتما. و یورو رفته بود خونه با بزرگ هیوک و اونجا داشت یه بورینچس چینی بازی میکرد و همجوری چایش رو مینوشید و به پدر بزرگ احترام میگذاشت، انگار که ننگار 2 دقیقه پیش میخواست زندگی پدر بزرگ از وسط به 2 نصف تبدیل بکنه، منظورم همون نباشه. آینده یه راز بابا بزرگ، برای همینه که زندگی ترسناکه. راستش وقتی بچه بودم فکر میکردم تو این زندگی همه چیز رو میدونم. یورا تو خیلی دختر باهوشی هستی. راستش وقتی که اون ستونی که راجع به اون اتفاقی که افتاد توی شرکت رو خوندم فوق‌العاده بود. تو خیلی خوب جمعش کردی، یه پاسخ عالی دادی. چی؟ اتفاق ناخوشایند. خیلی خوب نوشته بودی. راستش حس بدی دارم که مجبورت کردم گندکاری کارمند منو جمع کنی و میدونید که این در مورد همون موقعی بود که اون کارگردانه زد تو سر اون مهماندار هواپیما. نه بابا بزرگ اینطوری نگی،
پدرم همیشه گفت که من یوانکی رو مثل خانواده خودم بدونم و من هیچ وقت طور دیگه فکر نکردم. اگه تو فکر کردی ما خانواده ایم، نه نامزدی رو به هم میزدم. و میدونید که نامزدی رو هیوک به هم زد، ولی الان یورا یه جور صحبت میکرد که انگار این یک چیز دو طرفه بوده. نه خب میدونید ما بخاطر خانواده همون نامزد کردیم. من هم هیچ وقت علاقه‌ای به هیوک نداشتم، ولی این اواخر خیلی جور دیگه به نظر میرسه. مگه نه؟ یعنی در واقع از وقتی که هیوک با جیوان بود خیلی متفاوت به نظر میومد. اینو همه، حتی کی یورا هم فهمیده بود. و الان یورا اینجوری بود که منم یه تیکه از این هیوک جدید رو میخوام، منم یه تیکه از این اصل نازش رو میخوام. و الان واسه همین بود که یورا برگشته. نگشته بود فقط با هیوک صحبت کنه، برگشته بود به طور کامل مرد جیوان ازش بگیره. من شخصا فکر میکنم که وقتشه که بری سراغ بابا بزرگ، چون دنبال میمه بودی همیشه. اون بابا بزرگ خیلی خوبه، حتی خوب نمیدونیم بابا بزرگ رو بپذیره یا نه، کی میدونه. به نظرم دختر جون باهوش‌تر عمل کنه سخته. و اینجا یورا کمی داره نقش احمق‌ها رو انگار بازی میکنه، چون تمام این مدت داشته روی این زوج، یعنی جیوان و هیوک، جاسوسی میکرده. و اونجا بلند میشه که بره. بابا بزرگ من میخوام یک مدت توی کره بمونم، میتونم این کار بکنم؟ فردا میام دوباره میبینمتون. و میره توی سویت هتلش و اونجا داره عکس‌هایی رو که توی شب کریسمس، یعنی اولین قرار جیوان و هیوک ازشون گرفته بودن توی عروسی مینهوان و سومین، نگاه میکنه. و بادیگارداش هم وایسادن اونجا که راستش من نمیدونم چطور اتاق هتل خودش بادیگارد نیاز داره، ولی خب به هر حال وایسادن اونجا و دارن رفتار دیوانه‌وارش رو نگاه میکنن. خیلی خوششانسی مگه نه؟ دوست پسرت با دوست سابقت ازدواج کرد و به جاش یه همچین چیزی پیدا کرد، هیوک. مگه نه؟ رو میکنه به یکی از بادیگارداش ولی میپرسه که بادیگاردش یه جورایی مثل هیوکه، همونجوری قد بلند، همونجوری سابقه خکش این هیوکه، ولی خب جوابی نمیده. فکر کنم اون پول نگرفته که حرف بزنه، شاید پول گرفته که حرف نزنه، ولی خب به هر حال این بادیگارد رو گوشه ذهنتون نگه دارین، چون که بعدا آدم مهمی میشه. در همین حین جوان داره رانندگی میکنه تا خانم یانگو ببره بیمارستان. این همه ماشین گرفتی به خاطر اینکه منو برسونی بیمارستان؟ خب از آخرین باری که رانندگی کردی چقدر میگذره؟ آزمایشاتون چطور بود؟ راستش الان دکترم هم نیستش، نمیتونم عمل کنم چون برنامه‌های دکتر کاملا پره، ولی خب میدونی علم پزشکی پیشرفت کرده و به همونجا یهو منفجر میشه و شروع میکنه گریه کردن. از این حالت متنفرم. وقتی اطراف تو هم یهو احساساتی میشم، گریه میکنم، ولی وقتی با بقیه هم میتونم تظاهر کنم. و جوان سریع میزنه کنار، یعنی یه جوری خیلی هم بد ترمز میکنه و میزنه کنار. اشکالی نداره، در همینه که من باید شما رو ببرم تا بیمارستان که بتونی خودتو خالی کنی. وقتی مریضی نمیتونی از خود انتظار داشته باشی که از نظر ذهنی هم سالم باشی. بعد خودتو بریزی بیرون و خانم یانگو بغل میکنه و هی بهش میگه که توی بغل من گریه کن، خودتو خالی کن. من میدونی راستش جوان کم حس گناه داره، بخاطر اینکه حس میکنه خب این سرنوشت من بود که دامن خانم یانگو رو گرفت و خیلی بار زیادی روی دوششه. و حالا که بس از سرنوشت شد، سومین و مینهوان هم سر محصلشون هم که محصل که چه عرض کنم، اگه میموندن خونه رو تختشون میخوابیدن خیلی بهتر بود. مثل اینکه ایربی‌ان‌بی توی کره خیلی کوچولوه، یه دونه تخته، یه دونه مبل، یه پنجره خوشگلی که وقتی میزنیش کنار ببینم کوه رو ببینی، دریا رو ببینی. نه، یه پنجره خیلی کوچولو و مسخره است. و سومین هم نشسته روی مبل و مینهوان هم همجوری دراز شده و طبق معمول داره چیکار میکنه؟ با گوشیش بازی میکنه. سومین هم به بدترین شکل ممکن نگاه داره میکنه به مینهوان. همینجوری وقتی هستی که نگاه میکنی میگم میخواد با چشان بکشیش اونجوری. حالا نمیدونیم واقعا آرزو داره که بمیره یا اینکه میخواد به خودش بیاد و یه توجهی بکنه به زنش. و اونجا هم مثل این که مینهوان کاملا هنوز عقلش از بین نرفته، چون که متوجه میشه زل زدن رو بس کن، اینجا دوستان داری بعد به مامانم میگفتی. یعنی ببین ماه سالش هم مامانش گرفته، مرد واقعی. چی؟ من میگفتم؟ تو باید میگفتی، من که نمیتونستم بگم. چی باید بهش میگفتم؟ منم مثل مامانم فکر میکنم پرواز برای یک زن حامله خطرناکه، ولی اینجا هنوز هم سومین به این نگفته که من دروغ گفتم حامله نیستم. ولی بذارید من اینجا یه چیزی به شما بگم، یه چیزی که سومین نمیدونه، مینهوانم نمیدونه، من میدونم و شما و جیوان، چون که از آینده خبر داریم. اونم اینه که در واقع مینهوان نمیتونه اصلا بچه دار بشه، قابلیتشو نداره. اون همچین محصلشون به دردی هم نمیخواست بخوره اگه خوبم بود. و بعدش سومین پا میشه میره رو تخت کنار مینهوان دراز میشه، میگه بیا یه زندگی خوب بکنیم باشه، با هم دیگه شاد باشیم. دیگه تو الان سرپرست خانواده مایی. اینو بگه مثلا مینهوان فکر میکنه که وای چه کلمه‌ای، وای من سرپرستم، بعد مراقب خانواده‌ام باشم، باید براشون همه چیز فراهم کنم و یه حس قدرت بهش دست میده. نه، چون که
مینهوان مرد معمولی نیست، مینهوان بدش میاد، مینهوان نازنازیه، چه داره بر خود میگه، سرپرست چی؟ جوان هیچ از این حرفا نمیزد و اونجا میدونی میتونه واضح ببینه مینهوان که سومین خیلی ناراحت شده از این حرف، واسه همین میاد راجع به چیزی حرف بزنه. ببین تو خیلی خوبی ولی مسلمه که هیچ چیزی از ازدواج نمیدونی. مثلا من بهت بگم ازدواج وقتی جواب میده که هر دو طرف کاراشونو به خوبی انجام بدن. مثلا تو همش راجع به خونه قرض زدی، راجع به معسل قرض زدی، این که بخوایم دعوتنامه عروسی بدیم و دوست نداشتی. من چی؟ مگه من چیزی گفتم وقتی که دوستات اومدن و اون افتضاحا به بار آوردن تو عروسی؟ تو گوشیتو برد کردی رو من. اون فرق داره. من دارم راجع به چیز ولش کن، اصلا حرف زدن با تو فایده ای نداره. بس کن. و پا میشه میره تو دستشویی و شروع میکنه با تلفنش صحبت کردن. سومینم در حالی که روی تخت رو شده فکر میکنه که دزدیدن مرد جیوان نباید همچین حس افتضاحی میداد و واسه همین میگه که نه نمیذارم همه چیز اینجوری تمام بشه و میره سمت جایی که مینهوان هست و میبینه که مینهوان داره با دوستش راجع به واریز پول و اینا حرف میزنه و اونجا فال گوش وای میسه. و حالا قضیه‌ای که مینهوان دوستش داشتن راجبش حرف میزدن چی بوده؟ اینجوریه که هست مثلا ما ماهانه اجاره میدیم توی ایران، مثلا شما فکر کن ماهی 1 میلیون میدی، ولی اونجا مثل اینکه مثل رهن ما، اگه درست بگم اونجوری نیست که تو ماهانه پول بدی، یه مبلغ خیلی بزرگتر رو مثلا به جای ماهی 1 تومن یا اول کار 200 میلیون تومن میدی و اون رو میمونه پیش صابخونه تا وقتی که تو قرارداد تموم بشه، بعد همه اون پول رو میگیری و میری دنبال کارت. و یه جورایی انگار یه سرمایه گذاریه که صابخونه میکنه، اون پول میگیره، هر کار میخواد باش میکنه، بعد دوباره میدش به تو. و حالا چی؟ مامان مینهوان که قرار براش خونه بخره مثل اینکه خونه نخریده، به جاش اجاره کرده، همینطوری که بهتون گفتم. و حالا مینهوان زنگ زده به دوستش، باهاش هماهنگ کرده که اون پول رو به جای اینکه بده صابخونه بگیره دوباره بدش به مینهوان. میخونه میشم ولی فکر می‌کنم مینهوان بهش فکر کرده، اصلا نه فکری داره نه نقشه‌ای داره، هیچی، و فقط داره بادی به هر جهت زندگی میکنه. داداش ببین حالا گیریم این کارو کردی، بعدش چی؟ خب مامانت گیریم که قسم باورم بکنه، ولی داری سر زنت هم کلا میذاری. اوف این خیال یه ربطی به اون نداره، خونه پول مامانمه، بعدم مامانم به جز من پسر دیگه ای نداره، فقط اون کاری که باید بکنی رو بکن. و بعدش که خدافظی میکنه میاد بیرون و اونجا چی میبینه بغل دستش؟ سومین. سومین منو ترسوندی، از کی تا حالا اینجایی؟ داشتی چی میگفتی؟ تو چی شنیدی؟ تو تابلو کدوم پول به من ربطی نداره؟ هیچی ولش کن. در همینطور که اینا درگیر بودن، جیوان هم هنوز سر کار بود و مثل اینکه پروژه کیت‌های غذا دوباره از بین داشت میره و این آتش از زیر گور کی بلند میشد؟ مدیر کیم که فهمیدیم چی شد، تنزل مقام پیدا کرد و حالا شده فقط کیم خالی. و بخاطر اینکه از وقتی شده کیم خالی میخواد از بقیه انتقام بگیره، شروع کرده داره با اون آشپز صحبت میکنه تا پروژه کیت غذا رو هم خراب کنه. و اون آشپز کیه؟ پروژه کیت غذا میخواستن روی آشپزی کار کنن و اینها توی سوپرمارکت بفروشن. این نشسته بود زیر گوش این آشپزه میخون. میدونی که اسم کی قراره اون کیتا باشه؟ بازم اسم تو. فکر میکنی یوانکی میپذیره اینا رو که تقصیرمونه؟ این غذاها قراره با کیفیت خیلی بدی درست بشن و فکر میکنی کی اسمش خراب میشه؟ تو، نه یوانکی. و اینجوری شد که اون آشپزم گفت آخه من نمیخوام جز این کار باشم و خودش رو کشید بیرون و الان پروژه اینا داشت خراب میشد. انگار اصلا این مرد رو آورده بودن توی شرکت رو بکشه پایین. من نمیدونم چرا اخراجش نمیکنن. از اون سمت همه دارن با این پروژه دیل میکنن که داره به هم میخوره. یون جیوان و از اون سمت فکر میکنین هیوک داره چیکار میکنه؟ هیوک داره تلاش میکنه تا شده ذره‌ای هم توجه جیوان رو بگیره، بخاطر اینکه از وقتی که این دختر اومده دیگه جیوان اصلا به هیوک توجهی نمیکنه و بخاطر همین هیوک میکشش توی اتاق کنفرانس و صحبت میکنه باهاش. ببین من واقعا نمیخوام الان عصبی بشم، بعد منم نمیدونم چرا باید عصبی بشه هیوک. دیگه واقعا دارم عصبی میشم که من چند روز دارم سعی میکنم باهات صحبت کنم ولی نمیتونم. ببین مجبورم کرده توی محیط کار تو رو بکشم توی اتاق کنفرانس و بتونم 2 کلمه باهات حرف بزنم. معذرت میخوام، من داشتم افکارمو نظم میدادم. از اون سمت فکر میکردم وقتی این ازدواج کنن دیگه همه چیز تمومه، ولی بعدش مرزی خانم یانگ پیش اومد. از اون سمت فکر میکردم شما واقعا منو دوست دارید، اما بعدش اون دختره تو اصلا شنیدی که من ازدواج کنم توی سال 2023؟ نه، ولی من ازدواج نکردم. حتی توی زندگی قبلی من رابطه‌ام بعد از این مدتی که هم زدم با یورا. الان فقط چون با تو بودم سرعت بیشتری بهش دادم. راستش هیچ وقت بهش احساسی نداشتم ولی فکر میکردم که بتونم اینجوری ازدواج کنم. شما واقعا فکر میکردید که بدون عشق میشه ازدواج کرد؟ من اینجوری که یه جور رفتار نکنه انگار همچین رابطی وجود ندارم.
راستش من نمیدونستم نسبت به تو چه حسی دارم تا قبل از مراسم ختمت، ولی وقتی فهمیدم به هم میزدم یه فقط یه دوست بچه. میدونی تو هر چیزی که داری میگی برای من یه بهونه به نظر میاد. میخوام دیوار پنجم بشکنم، ولی واقعا دلم میخواد اینجا باهاش دعوا بکنم با جیوان، بخاطر اینکه داره همش قور میزنه، همه چیزو بیش از حد دراماتیک میکنه. میدونی وقتی اینکه این بهونه‌هایی که میگی کجا؟ چون ما نمیبینیمشون. چرا هیچ کی تو اینستاگرام ندیده؟ چرا هیچ کی که راجع به این فیلم حرف زده ندیده؟ چرا فقط تو میبینیشون؟ جواب من یه رویا داشتم وقتی که لب چشم به من گفتی خانواده چیز خوبیه، من تصمیم گرفتم که یه خانواده بسازم با تو. میدونم اشتباه کردم، ولی این رویای من بود. و میدونی چیه؟ من وقتی 14 سالم بود مامانم یه روز بلند شد و گفت عاشق شده و همه این 14 سال من اونو عقب کشیدم و گذاشت و رفت. فرقی نداره که تو چقدر بگذره، تو هر موقع کسی رو پشت سر رها کنی اونا همیشه درد میکشن. و اینکه یه رابطه رو حتی اگه احساسی توش نبوده یک طرفه به هم بزنی، این اصلا کار درستی نیست و میخواد ولکنه و بره. و من اینجا دلم میخواد واقعا بدونم که آیا شما هم مثل من دارید از دست جوان هرس میخورید یا نه. به خاطر اینکه ببین من به حق میدم حرفاش درسته، ولی انگار که خودش هم یک طرفه یک رابطه رو به هم زده، داره خودش رو تو موقعیت قرار میده که ما جاجش کنیم. سمتم بابا داره برای توضیح میده فلان بهمان، رفته اونجا محترمانه با دختر صحبت کرده، اینم راه رفته تا چین فلان و اینا. و دیگه داری بزرگش میکنی، دیگه داره بیش از حد همه چی دراماتیک میکنه. من نمیدونم چرا انقدر عصبی و ناراحته. بعد فکر کنم خودش هم نمیدونه، فکر میکنه اینجا که مثلا او نیلت و همه چیزو مثلا عالی انجام دادم، ولی در اصل داره به ما هیچی نمیده. کار خوبی که یو کرد بود که خیانت نکرد، که خیانت خط قرمز شدیده و اون رو رد نکرد و باهاش به هم زد. و میدونی این کار جوان جوری بود که اگه باهاش قرار میذاشته به هم زده اشکال نداشت، چون یه قرار از پیش تعیین شده ازدواج بود، بعد باش ازدواج کنی. و واقعا جوان عجیب غریبه، واقعا نمیدونم خواسته قلبیش چیه. یوک بلکن و بره که یوک نمیذاره دستشو میگیره. راجع به خانم یانگ، یه دکتری هست که متخصص سرطان معده است. من نصف ساله که دارم باهاش صحبت میکنم و یک جایزه توی آمریکا هم برده و من با اون هماهنگ میکنم که خانم یانگ بتونه به همین زودی زود عمل کنه. و اینجا ما فکر میکنیم که خب الان که خانم یانگ تازه متوجه شد سرطان معده داره، ولی از اون طرف هیوک داره 6 ماه که با این دکتر هماهنگ میکنه. این یعنی چی؟ یعنی هیوک از وقتی که برگشته توی این دنیا داره محض احتیاط که مثلا میدونست جیوان سرطان معده داره برای این دنیا خودش رو آماده میکنه، ولی جیوان جوابی نمیده، کارت سرکارش رو برمیداره و میره سر میزش میشینه و میبینه یکی بدون کالر آیدی داره بهش زنگ میزنه و جواب میده و ما بعدش میبینیم که جیوان رفته توی رستوران خیلی با کلاس که همه جا قرمز و مشکیه و اونجا راهنماییش میکنم به سمت اتاق خصوصی که اون پشته و اونجا کی منتظر جیوانه؟ بله یورا که نشسته و داره یه شراب قرمز هم مینوشه که به وایبش هم همین میخوره. و اونجا رفتار میکنه که انگار متوجه اومدن جیوان نمیشه، ولی خب حضور جیوان رو حس میکنه و جیوان اونجا میشینه. و حالا من از این کلیشه ها متنفرم، ولی خب باید بدونید اونجا میشینه جیوان شروع به صحبت میکنه. من معذرت میخوام، من واقعا راجع به نامزدی نمیدونستم، به محض اینکه راجع به تو فهمیدم باهاش به هم زدم. یعنی ما دیگه همدیگه رو نمیبینیم، من دیگه هیچ وقت نخواهم دیدش. درسته، میدونی خیلی وقتا یکی رو چاقو میزنه، بعدش میگه نمیدونستم. به نظرت این درسته؟ میدونم، ولی معذرت میخوام، نمیدونستم واقعا. اما من واقعا بهش علاقه من بودم، اما بعدش بلافاصله تمومش کردم. جالبه که عاشقش شدی، بخاطر اینکه 7 سال با یه مرد دیگه بودی، تقریبا باهاش ازدواج کردی، بعد یهو عاشق رئیست شدی. چرا؟ چون فهمیدی که نوه رئیسه؟ آره. میدونی جیوان نمیتونست چیز دیگه بگه. چی میگفت نه. خب به راستش تو زندگی قبلی مردم و برگشتم و فهمیدم که یکم برگشت، یعنی دوتامون رو بابای من برگردون. بعد ما اینجا دوباره تو این زندگی سر راه هم بودیم تا یه بار هم که شده با هم دیگه باشیم. بعد دوباره نمیدونم یوک به من خیلی کمک کرد بخاطر اینکه اون شوهر قبلی بتونه با این دوستم ازدواج کنه. نمیتونست همه اینا رو بگه، اصلا همین ترجیح داد بگه که آره مثلا بخاطر همین بوده. خب در واقع تو دلش منظورش این بود که خب آره میدونم که نوه رئیس شرکته. میگه اگه منو ببخشید من دیگه بعد برم، فکر کنم حرفای ما تموم شده. و میاد بره که شیشه شراب جلوی پاش خورد میشه و این کی بود که برداشت که خب معلومه یورا که
مشخصا مشکل کنترل خشم داره و میاد اینجا توی صورت جیوان و چونه جیوان رو میگیره دستش و اینجا جیوان واقعا ترسیده، چون توی چشمای یورا میتونه خشم و دیوانگی رو ببینه و از اون سمت قدشون هم اصلا نزدیک هم نیست و واقعا تو تیپیکاله از اون مدل آدمایی که اصلا خوشم نمیاد ازشون، از مدل آدمایی که هموناش دنبال پسرای پولی دارن. رئیس شرکت دوید دنبالش گفتی عاشقت شدم. آره و اونجا جیوان میخوش میگه چی؟ این ممکنه الان منو بکشه. به هیچ وجه. ببین من همین الان از مرگ برگشتم. واسه همین شروع میکنه به خودش میاد و شروع میکنه صحبت کردن. تو هم از همون تیپ آدمایی که من بدم میاد، از اون آدمایی که فکر میکنه همه مثل خودشونن، به خاطر اینکه نوه رئیس شرکت عاشقش نشدم، به بقیه‌اش هم به تو ربطی نداره و ول میکنه میره. اینجوری که اینجا حرف آخر من میزنم و میرم. از اون سمت یکم یه پاکت سفید هم در خونش میبینه و میبینه که همون گرمبند الماسیه که داده به جیوان و الان جیوان پسش فرستاده و جیوان نشسته روی مبلش و داره سعی میکنه ژورنال کنه. وقتی که جدیداً سرنوشت اون کاری که جیوان میخواد اصلا نمیکنه و معلوم نیست داره چیکار میکنه و جیوان واقعا عصبانیه و هر وقت سرنوشت شد ما میبینیم که خانم یانگ داره با خانواده‌اش خدافظی میکنه، داره میره سوار ماشین بشه با شوهرش و مامان و باباش که تو رستوران دیدیمشون، دارن ساکشو میذارن توی صندوق عقب ماشین و بهش میگن از دخترت نگهداری میکنیم و خانم یانگ اونجا با شوهرش سوار ماشین میشن که برن که اون سمت خیابون آقای لی وایساده، همون دست راست رئیس که یه جورایی هم علاقه من بود به خانم یانگ و یه جورایی کریپه که واسه اونجا، ولی گفتم کریپه ولی خب ما دوستش داریم، واقعا آقای یانگ دوست داشتنیه و اون سان وایساده و داره نگاه میکنه اینا رو و میبینه که این شوهر مسخره خانم یانگ پشت فرمونه و اونجا یه دختر رو پشت میبینه و اون دختر کی بوده؟ اون دختر همون دوست خانم یانگه. دوستش کیه؟ همون زنی که داشت بهش خیانت میکرد با شوهرش. یعنی چرا همیشه اینجا بهترین دوسته؟ بعد فکر کنم که این دختر رو میتونه بشه سومین شماره 2، چون فکر کنم خانم یانگ سرطان گرفت، شوهرش خائنه، با دوستش کنه که این قطعا سومین 2. ما منتظریم که خانم یانگ برگرده به گذشته و دهن اینا رو سرویس کنه. خب به هر حال آقای لی از اون مدلا نیست که بره تو کار بقیه دخالت کنه، ولی الان هم که واسه خوش اینجوری که من اینجا چیکار میکنم، چرا اومدم اینجا، یعنی انگار پاهاش قبل از اینکه مغزش کار بره کشیدن سمت خانم یانگ تا مطمئن بشه که حال خانم یانگ اوکیه. ما اینجوریم که لطفاً دادی لی برو و نجاتش بده، برو و دختر رو سیف کن، برو و دختر رو مال خودت بکن و دست این گرگ ها نجاتش بده. میبینیم که جیوان هم سر کاره ولی خب کاملا حواسش پرته. اونجا خانم یانگ بهش پیام میده و میگه که بعد با آقای لی صحبت بکنم و اینکه تونستم جراحی رو بگیرم و اصلا نمیتونم که چطوری اینقدر سریع تونستم و این متخصصه که از آمریکا هم اومده و اینا. اینجا متوجه میشیم که خب همون جراحی که هیوک گفته و هیوک براش این کارو کرده، چون در واقع اینجا هیوک جونش رو نجات میده، جون خانم یانگو. واقعا از این آدم فوق العاده، واقعا یک آدمی که همه کار درست میکنه، مسئولیت پذیره و فشاری هم روی کسی نمیاره و بخوام بگم تو سوبالیست بگم، ولی به هر حال جیوان بدون که توجهی بکنه اونجا میشینه میگه برای همچین مرد خوبی نادیدش بگیرم. فکر میکنه که خب بذارم مثلا نادیدش بگیرم، حداقل تا قسمت 13 چیزی نگم. و از اون سمت جیوان داره فکر میکنه، چون این قضیه مسیر سرنوشت کاملا گیجش کرده که خب حالا اون که با شوهر من ازدواج کرد ولی چرا مریضی رو نگرفت، چه شد، حالا پس کی میمیره؟ مریضی رفت، ازدواج رفت، کی میمیره این وسط؟ اونجا فکر میکنه که بس ببینم نکنه اصلا در مورد ازدواج نیست، در مورد شوهره. ببین درسته که سومین با قاتل ازدواج کرد ولی این به این معنی نیست که سومین هم کشته میشه. شاید سومین اونجوری نکنه. خب میدونی من و سومین کاملا متفاوتیم، به جز اینکه خب اونم با مینهوان ازدواج کرد، ولی اگه سومین اونجوری که من قضیه رو هندل کردم نکنه چی؟ و در همین حین که بحث از شوهره ما میبینیم که سومین و مینهوان روی زانوهاشون جلوی مامان مینهوان نشستن و دارن التماس میکنن مامان واقعا معذرت میخوام، میدونی اون رو اون املاکی پول بالا کشید، در واقع پولو گرفته، دوستش اون املاکی داده بهش و اینا اومدن اینجا تا بگن سرمون کلا رفت و بلا بلا و الان خونه و زندگی نداریم. و مامانش خیلی عصبانی بلند میشه، من یه درس حسابی بهش میدم، مامان من انجامش دادم نمیخواد تو بری، باور کن هر چی لازم بود انجام دادم. اگه انجامش دادی چرا الان اینجایی؟ اگه انجامش دادی چرا رو زانوهات نشستی؟ ها اونجا شروع میکنه مثل درام میزنه تو سر مینهوان. اما اینجا میفهمیم که اون خشونت و دیوانگی رو مینهوان از کی ورث برده؟ مامان جونش. نه مامان جون نزنش، مینهوان سرپرست خانواده ماست. خیلی تو سرپرست گل و گلابی داری، ببین دلتو به کی خوش کردی. مامان مینهوان برمیگرده عقب، شروع میکنه فکر کردن اینجوریه که بذار دنبال یه مؤثر بگردم. بخاطر اینکه میدونیم که توی به هر مشکلی به جای اینکه حلش کنی بهترین کاری که دنبال مقصر بگردی. بعد اینجا نگاه سومین میکنه، درسته
میدونی مرد از کجا این چیزا رو بدونه؟ برای همینه که یک زن خوب بعد وارد خانواده بشه. میدونی از اولش هم به ازدواج شما راضی نبودم. من سوال اینجوریه که بله چی داری میگی؟ و بلند میشه و میشه جلوی مامانه میخوام باشون میگم میگه مادر جون پسرت این کارو کرد، تو دیگه قرار بود خونه بخری ولی به جاش کرایه کردی و من هیچ چیزی نگفتم و بعدش هم پسر قرار بود پول بده به مملاکیه و خونه رو بگیره، الان چرا داری منو سرزنش میکنی؟ و اونجا مامان مینهوان دهن سمت باز میمونه. ببین دختر جون میخوام چیزی نگم ولی تو هیچی سر این مثل نیوردی. یعنی دقیقاً عین نمیدونم سریال آنشارلیو دیدین یا نه ندیدین؟ ببین آنه بای این فوق العاده است، خصوصا اگه به فمینیسم علاقه دارین فوق العاده است. و اونجا اونم خیلی قشنگی میگفت که در مورد ازدواجش رو صحبت میکنن انگار معامله گاواست. حالا اینم همینطوره دقیقاً. من کلی پول دارم، اگه نیاوردم خاطر اینکه پسرت نخواسته، بعد فکر کنم میخواد اینجا زندگی کنه. من اینجوری یه نگاهی به آپارتمانشون میکنه، نگاهش پر از اینه که این تینی آپارتمان مسخره، بعد اینجا زندگی کنیم. من اینجا دیگه مینهوان قاطی میکنه بلند میشه هی یه کارمند قراردادی، پولت کجا بود؟ معلومه که پول دارم، من سرمایه گذاری کردم. و ببین همین جای کار هم میتونیم ببینیم که سومین کاملا متفاوت داره پاسخ میده به این قلدربازی های مامان مینهوان. ما در بیاد صادق باشیم، من برای عروسی و محصل هر کاری که شما خواستین کردم. بعد مینهوان شروع کرد و شوش میکرد به سومین که تمامش کنه حرف زدنشو قبل از اینکه به قضیه قرض و قول اشاره‌ای بکنه. و در ضمن مادر لطفا بس کنید زدن مینهوان سرپرست خانواده ماست، نباید اینطوری کنید، مینهوان پدر بچه منه. و اونجا مینهوان بلند میشه و دستشو میذاره روی شکم سومین و میدونی که از بچه‌م میخوام مراقبت کنم، یا اگه بخواید دیگه اینطوری با من برخورد کنید من باید بچه‌ام بردارم و تنهایی برم. و در واقع با این بچه داشت تمام سودی که میتونست این برد. اینجوری بود که ببینید من همین الانش هیچ ترسی ندارم که دست بچه‌ام بگیرم و تنهایی از اینجا بریم. مینهوان کمی شراب قایم کرده بود، میاره و شروع میکنه خوردن و انقدر میخوره که شروع کنه به مستی، چون که این مشروب رو گذاشته بود برای این موقعیت اضطراری و کی اضطراری تر از الانش. از اون طرف هم سومین داشت جو چپ چپ نگاه میکرد به مینهوان و آماده بود که یکی دیگه بزنه تو سرش. سومین اصلا نگران نباش، به محض اینکه بچه‌مون به دنیا میاد مامانم برامون خونه میخره، اون اصلا حوصله گریه بچه رو نداره و از خودش که ما بریم. بچه‌ای در کار نیست. چی داری میگی برای خودت؟ و همون موقع مامان مینهوان شروع میکنه در زدن. مامان کمی وقت بده به پسر بالغ تو عروسه. خیلی خوب من دارم میرم، خونه رو تمیز کنید بدون هیچ لکه‌ای باشه. باورم نمیشه تو اینسان با خرج 2 نفر دیگرم برم. و مامانش میره بیرون. و محض اینکه میره مینهوان میره سمت سومین. چی گفتی؟ منظور چی بود که بچه‌ای در کار نیست؟ خب بعد ببینید اینجا سومین میتونه بابت این کارش اسکار بگیره. رو صدا شروع میکنه لرزیدن، چشاش شروع میکنه پر اشک شدن. میگه راستش من سخت داشتم، نمیخواستم به تو بگم تا تو رو ناامید کنم، ولی اون موقع که گوشی رو پرت کردی رو شکم من اتفاق افتاد. و اونجا مینهوان شروع میکنه گریه کردن از ته دلش و ما نمیدونیم، شاید به خاطر اینکه سیمن دیمناش از بین رفتن ناراحته، شاید به خاطر اینکه بچه‌ش از دست داده ناراحته، شاید هم به خاطر اینکه دیگه هیچ بهونه‌ای نداره که مامانش براش خونه بخره و گیر افتاده با این زنی که نمیتونست کمتر از این بهش اهمیت بده ناراحته، که من فکر میکنم گزینه آخری باشه. ولی خب واقعا نمیدونم مشکل مینهوان چیه، اصلا انگار به هیچی تو زندگیش قانع نیست. و بعد از اینکه گریه میکنه اشکاشو پاک میکنه و میره سمت سومین که اونجا داره الکی مثلا گریه میکنه و به سومین دلداری بده. انگار اونجا اون آخرین سلیل خاکستری که برای مینهوان باقی مونده بود شروع به فکر میکنه. مثلا اونم ولی تو توی محسن گفتی بیف دلت میخواد چون حامله ای، مگه اون موقع نمیدونستی؟ ها چیزه؟ آره من اونجا یه عکس سونوگرافی الکی در میارم و میذاره جلوی مینهوان و اینجوری ببین پسر حتی ارزش یه دروغ درست حسابی هم نداره. بهش میگه مگه تو نگفتی که خونه میخری؟ در صورتی که بعدش اجاره کردی، تو گفتی بعد ازش مامان خونه میخری. من اینجا میدونم که سومین همونیه که هممون میدونیم و ازش متنفریم، ولی اینجا حق داشت، راست میگفت. مینهوان و مادرش به هیچ کدوم قولایی که برای بعد ازدواج دادن عمل نکرد، چون دوتاشون سر تاهی کرباس بودن ترجیح دادن که دوتاشون دهنشون رو ببندن. سمت هم جیوان داشت کار میکرد ساعتهای خیلی طولانی، چون که دیگه الان خانم یانگ هم نبود و در حدی که همه رفته بودن و شرکت تاریک بود به جز چراغ کوچیک میز جیوان. و اونجا جیوان رفت برای خودش قهوه بریزه و داشت همجوری که قهوه‌شو میخورد فکر میکرد که یهو یومی باشه. من ترسوندی، فکرم خیلی وقت رفت تو بعد کم استراحت کنی. و اونجا به زور جیوان رو میبره به اتاق استراحت. ممنونم یه نالیان.
راستش خانم کاین بخوام باهاتون صادق باشم، اینا رو برادرم آورد، گفت بهشون نیاز دارید. چی؟ آره، خودش راحت نبود که بیارشون، اخیراً حالش خوب نیست و راستش اینا هم به خاطر یوراه. آره خب من باید بهتون یه حقیقتی رو بگم. برادرم هیچ وقت از یورا خوشش نمیومد. من راضی به این نامزدی شد. اون گفت که باید خانواده‌مون رو محکم کنیم و باید یه زمین سفت داشته باشیم. راستش هیچ وقت علاقه من به قرار گذاشتن نبود. انگار همیشه احساسات خودش رو قایم میکرد، مثل یه ربات بی احساس بود. اما این اواخر خیلی متفاوت به نظر میاد. اینایی که یونیون داشت به جیوان میگفت کاملا حقیقت بود و همینطور اینکه میدونی یورا هم اینجور نبود که عاشق مثلا هیوک باشه، ولی در این حال مثل یه سایکوپت بود. انگار یه مالکیت، یه تصاحب، یه مال منه یه خاصی روی هیوک داشت. بعدی که تو این 5 سال اخیر هر دختری که حتی به هیوک نگاه کرده بود و آسیب میرسوند. هیوک هم اصلا علاقه نداشت به یورا، در واقع انگار از هم متنفر بودن. تو 2 کشور جدا زندگی میکردن، ولی خب در این حال هیوک هیچ وقت قرار نبود که خیانت کنه به یورا. ولی خب یورا میگم یه ابسشن خیلی مریض گونه‌ای نسبت به هیوک داشت، نه عشق و علاقه اصلا. خب همه چیز اینقدر واضح بود، ولی جیوان انگار نمیخواست متوجه بشه و اینجوری بود که نه، این مثلث عشقی منو خسته کرده و من میخوام ولش کنم و بهترین زندگیم رو بکنم. انگار توی یه نقشی رفته بود که خودش هم نمیدونست چیه و اینجوری بود که یومیون تمومش کن، قضیه تموم شده. ولی یومیون هم مثل من و شما دیگه کلافه بود از دست رفتارهای جیوان. اینجوری بود که نه، ببین تمام قرارش نیست بکنم و ببین برادر من تو نمیشناسیش، برادر من برادر واقعی من نیست، من خواهر نصف خواهرشم، خواهر بیولوژیکی کاملش نیستم. در واقع اون به خاطر من و مامانم زندگیش نابود شده و هیچ وقت به هیچ کس خیانت نخواهد کرد. همین چی شده بوده، بابای هیوک و مامان یومیون به مادر هیوک خیانت کرده و اون موقع یومیون گیرش اومده. یعنی اگه یک نفر باشه که درد این خیانت رو بدونه که درد شدیدیه و بتونه درک کنه که جیوان چی میگه، چیا رو از سر گذرنده، اون یه نفر هیوکه. و ما اینجا میخوایم چی بگیم به جیوان؟ بهش بگیم که برگرد به هیوک. و در این حال هیوک داره از نبود جیوان توی زندگیش زجر میکشه و اونجا میره دم خونه بابا-بزرگش تا ببینه آیا هنوزم یورا داره برای بابا-بزرگش پاچه‌خواری میکنه یا نه. و سورپرایز آره داره میکنه و همون موقع میبینه که یورا میاد بیرون، بابا-بزرگم همراهشه و خدافظی میکنن. میگه اوکی من میتونم که مثلا ببرمش با خودم و اینا. و اینا دارن همون مسیر طولانی، به طور مسخره طولانی، تا دارن ماشین هیوکو میرن که نمیدونم چرا ماشینشو نزدیک‌تر پارک میکنه و خونه خودتونه. و اونجا هیوک داره سعی میکنه طوری نشون نده که اینقدر از این دختر متنفره، این از وجودش متنفره. و اونا در حالی که یه بازو بینشون فاصله است دارن شونه به شونه هم راه میرن. نمیدونستم اینو بهت بگم یا نه، ولی تو خیلی عوض شدی هیوک. حتی ظاهرت عوض شده، ولی نه فقط اون. ببین تو هیچ وقت توی این 5 سال رابطه‌مون نیومدی اینجا منو ببینی، ولی الان یه هوی روز 8 اومدی منو ببینی، اومدی هر روز پیش بابا بزرگم. قضیه چیه؟ تو قبلا اینجوری نبودی، به هیچ چیزی اهمیت نمیدادی به جز کار، ولی الان خیلی ریزبین شدی. اینا به خاطر اونه؟ ببینم مگه تو قبول نکردی که نامزدی رو به هم بزنیم؟ آره، ولی اون قبل از این بود که بدونم یه زن دیگه هست. ولی میدونی که من نمیذارم کسی چیزی که مال من رو لمس کنه. ببین واقعا این دختر کریپیه، اینجوریه که یه دنیا ثروت داره، یه دنیا کار هست که میتونه انجام بده، ولی به جاش اینجوریه که نه، من میخوام دراما درست کنم، میخوام دردسر درست کنم، میخوام همه رو تو دردسر بندازم. و اینجا به هیوک یادش میاد که این دختر واقعا دیوانه است. چون که به تو زندگی قبلی یک میره توی سالن یوگا این دختری که داره مثلا یوگا کار میکنه، اونجا برگه شکایت رو پرت میکنه روی میز. این چیه؟ و میبینیم توی اون برگه ها عکس یه دختر بیچاره که موهاش تمام پر خونه، دندوناش پر خونه و چشش باد کرده. چی؟ این خانوم زدش، یعنی این کارمندا رو میزده. به خاطر چی؟ بخاطر که دور و بر هیوک بودن فقط. تو که میدونی من تو قرار نمیذاریم، چرا این کارو کردی باهاش؟ من کردم. خب من ندارم کسی چیزی که مال من رو لمس کنه. یا همونطوری که بابا-بزرگش خواسته بود این دختر دیوانه رو رسوندش و برگشت خونه بابا-بزرگش. بابا-بزرگش هم اینجوری بود که میدونی چیه، یورا خیلی دختر خوبیه، خیلی شیرینه، میاد به مثلا میزنه بلا 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 بلا، یورا خیلی خوبه. ولی اینجوری بود که بابا-بزرگ تو نمیبینی این دختر دیوانه است. خب چی؟ اون یه کمی ابسسیوه با چیزی که میخواد و آخرش هم چیزی که میخواد رو میگیره. این دقیقاً خصوصیتیه که زن رئیس آینده ایران که بعد داشته باشه، بعد یکم دیوانگی داشته باشه تا بتونه از خانواده‌اش حمایت کنه.
حس میکنم با بزرگم یکم تاکسیک ماکسیکه. و یهو اونجا میگه که اوکی راجب پسر تو چی؟ ها پسر تو که وقتی که زنش مریض بود رفت به یکی دیگه بهش خیانت کرد، چقدر بابای بیوت پس بوده. یکم مثل که اولش مثل بابا بزرگش از مامان یویون خوشش میاد، به خاطر اینکه اونجا بوده وقتی مادرش فوت شده، نقش مادرش رو براش پر کرده. ولی بعد از اینکه یویون به دنیا میاد میفهمه که قضیه چی بوده و میفهمه که بابا باشه بچه داره. مثل اینکه در واقع بابای هیوک رابطه مخفیانه داشته با یک زن خودخواه طمعکار که دنبال ثروت این شرکت بوده. به خاطر همین وقتی که مامان هیوک بیچاره مریض بوده میره باهاش و میخواد که ثروت اینا رو بالا بکشه. و الان داشته هیوک همینو میگفته، گفتی خب بیا اونم یه زن حریص بود چی برای ما آورد. و هیوک خیلی ناراحت هم بود که یون هم بیچاره همیشه توی این لوپ تکراری توی این خانواده مریض گیر کرده بوده. و در اونهای سومین هم وایساده بود و داشت با نفرت توی این جهنم زندگی خودش از این سوراخ به اون سوراخ میرفت و داشت با نفرت و حال به هم خوردگی نگاه میکرد به سالن خونه مامان مینهوان که الان خونه اینا هم بود و همه جا پر از آشغال بود. اصلا انگار آدم اینجا زندگی میکرد. همه سینک پر از ظرفای کثیف بود، لباسا ریخته بوده. خب فقط لباسا رو نشوری یا لباسای قدیمی رو بشوره، امروز روز لباس شستنه. چی؟ همشو خودم؟ شما کجا داریم میریم؟ مثلا که یاد رفته من کار دارم و باید برم. آها باشه. و مامان مینهوان دست میزنه به شکم تو خالی سومین، نقیه عزیزم. و بعدش هم میره و اونجا سومین شروع میکنه کار رو کردن و یه جوری کار میکنه انگار حتی تو زندگیش یه روزم کار نکرده. رو ظرفا اوق میزنه، نمیدونم لباسا رو اینجوری برمیداره تا بندازه توی لباسشویی، این پتو رو میاد برداره نمیتونه، اصلا نمیدونم چرا چلفتیه. و از اون سمت هم دیگه آخرش همه چی دستش میفته و فریک اوت میکنه و اینجوریه که این واقعا زندگی منه. یعنی ببین این دختر یه روزم توی زندگی قبلی جیوان بیچاره دووم نمیاره. اونجوری که قرقر افکار خودشه دینگ دونگ زنگ خونه میخوره و کی که زنگ در میزنه سومین نمیدونه ولی ما میدونیم یوراه که یه پاکت عکس گذاشته اونجا. سومین عکس‌ها رو برمی‌داره میاد داخل، میگه عکس‌ها از هیوکن. داره یکی که نشون میده هیوک در واقع نوه رئیس شرکته و عکس‌هایی از هیوک و جیوان سر قرارهای مختلف و همچنین نه فقط اونها هیونه که نشون داده میشه کیه. شروع میکنه به دیوانه شدن و اینجوری که آها پس واقعا آشغال جیوان به من رسید و جیوان رفته با یه CEO داره قرار میذاره به جای این بیخاصیت و اونجا قاطی میکنه. اون بشقاب میوه‌ای که جلوش برمی‌داره پس میکنه توی عکس عروسیش، همه چیزو ول میکنه و میره توی اتاقشون و در قفل میکنه و میمونه. وقتی که مینهوان از سر کار برمیگرده میبینه خونه به هم ریخته است و مامانش عصبانی نشسته روی مبل و اون فریم عکس که داغون شده هم دستشه. مامان چی شده؟ چرا خونه اینجوریه؟ برو از زنت بپرس که خوشو داخل اتاق حبس کرده. مینهوان میره ولی هرچی در میزنه در براش باز نمیکنه. سومین واسه هم به کلای اضافی در باز میکنه و میره اونجا میبینه سومین داغون نشسته کنار تخت و میره سمت سومین و سومین عکس‌ها میده به اون قد بلند لعنتی. آخرش این کارو کرد. واه تو چه خانواده‌ای به دنیا اومده. خانواده من تمام زندگیشون چیکار میکردن؟ من میتونستم خیلی بلند پرواز کنم اگه که خانواده‌ام یکم بیشتر تلاش میکردن. توی احمق داری چیکار میکنی؟ داری الان حسادت میکنی به کی؟ به هیوک؟ میدونی چی شد؟ جیوان تو رو مثل یه آشغالش به من انداخت. آره خب که چی؟ فقط اون آشغال نبود که جیوان داره با یه رئیس قرار میذاره. چرا همیشه بهترین چیزا مال جیوانه؟ سومین تو واقعا مغز خالی داری. چه کار کردی ها؟ آخر قرضاتو دادی؟ اینجا حرف قرضا نزن، میخوام بمونم بدونه. چقدر دیگه مونده؟ تقریبا 75%. فکر میکنی این کافیه؟ اینجوریه که قراره کلی پول بگیریم از جیوان. چی داری میگی؟ فکر میکنی جیوان به پول میده؟ آره من مجبورش میکنم که بده. نجا میبینیم که سومین اینجوریه که اوکی باید از توی این گندی که خودم انداختم یک پولی در بیارم و شروع میکنه به جیوان زنگ زدن، پیام دادن. ولی خب جیوانم از اون سمت هنوز PTSD داره و هنوز کابوس میبینه از کاری که اینا باش کردن و میبینیم نصف شب از خواب میپره و این شماره که حتی سیو ندارش داره به سنگ میزنه و جیوان جوابشو نمیده ولی بعدش میبینه که بهش پیام میده چی کارا میکنی؟ زندگی چطوره؟ یهو یادت افتادم مادرت. و جیوان جوریه که اوکی مامان من از زمان مدرسم که ما رو به خاطر یه مرد کف خیابون ول کرد و رفت هیچ وقت سراغ من رو نگرفته. چی شده الان یهویی شفته دختر داره؟ و میبینیم که جیوان توی یه کافه توی یه
ساختمان خیلی بلند توی سئول با مامانش قرار گذاشته و اونجا در حالی که داره لیوان قهوه میخوره با مامانش صحبت میکنه. لیوان خیلی دختر زیبایی شدی، تو هم مثل همیشه زیبایی، تو زیباترین زن توی محلمون بودی. من الان دیگه کاملا پیر شدم، میدونی زمان در حال میگذره. خب حالا چرا خواستی منو ببینی؟ راستش اون موقعی که من تو رو گیرم اومد من خیلی بچه بودم. من راستش هیچ وقت باباتو دوست نداشتم. من فقط یه دختر جوان بودم که داشتم دور خودم میچرخیدم و بابات منو دوست داشت خیلی خیلی زیاد. و راستش اینطوری شد که وقتی تو هم گیرم اومدی تو رو هم دوست نداشتم و یعنی تو رو دوست داشتم. چطور میتونستم نداشته باشم؟ تو بچه منی. پس برای چی ما رو ول کردی و رفتی؟ من مجبور بودم، اون موقع خیلی نابالغ بودم، معذرت میخوام، ولی من تو رو دوست داشتم. همیشه به تو فکر میکردم. اوکی بابامو فراموش کن، چرا نیومدی منو ببینی؟ بابای من خیلی تلاش کرد تا منو بزرگ کنه. چرا تو نیومدی که دنبالم بگردی؟ من اومدم خواستم ببینمت ولی بابات اجازه نداد. مرد خیلی خوبی بود ولی خیلی هم لجباز بود. بعد خیلی تو رو دوست داشت، راجع به تو سختگیر بود و جوان اینجوری بود که اوکی الان داره از این حرفات به بر میخوره و اینجوری مامانش نگاه کرد گفت که ببین تو که نبودی خلأ خیلی بزرگی برای من بود و بابای من همه تلاش رو کرد تا منو به خوبی بزرگ کنه، ولی به خاطر اینکه هیچ وقت محبت تو رو ندیدم باعث شد به آدم‌های اشتباهی جذب بشم، باعث شد ندونم چطوری بعد خودم رو بروز بدم، باعث شد اصلا خودم رو نشناسم. و مامانش اونجا چشاش واقعا پف کرده بود از گریه کردم. خب گریه با چه درد میخوره؟ من معذرت میخوام، چطور میتونم برات جبرانش کنم؟ چه کاری هست که بتونم انجامش بدم؟ جوان اون اشکایی که میخواستن سرازیرشن و جلوشون رو میگیره و دیگه قرارشون رو میبینیم خیلی خلاصه میکنه و دم در کافه که میخواد برای مامانش تاکسی بگیره که مامانش بره. من اون موقع برمیگردم سمت مامانش. مامان فردا بیکاری؟ میخوای با هم دیگه فردا بریم سر یه قرار؟ مامانش یه لبخند میزنه که یعنی آره. و فردا میبینیم که جیوان با ماشینش رفته دنبال مامانش، میرن با هم صبحونه میخورن، میرن خریدن. مامانش میخواد فقط مثلا مغازه ها رو نگاه کنه ولی جیوان اصرار میکنه، براش کیف میخره، جواهرات میخره، همه چیز. و مامانش داره از گوش تا اون گوشش نیشش بازه و اونجا میرن میشنن توی یه کافه و دارن همینجوری که این برگای خرید دورشون چیده با هم دیگه گپ میزنن. میدونید خوب میدونی چی داری خرید کنی از اونجایی که با این مرد پولدار قرار میذاری. و مامانش الان وقتی این حرف از دهنش بیفته بیرون اینجوریه که خدای من کاش میشد زمان به عقب برگردم و این حرفو پس بگیرم. خب دیگه دیر شده بود. جیوان فهمیده بود و اینجوری که خدای من میدونستم، فقط نیاز بود که مطمئن بشم. بعد تا وقتی که از دانشگاه خوب فارغ التحصیل شدم و توی کمپانی خوب کار گرفتم تو نیومدی سراغم و میرسم الان میاد. و منظورت از اون مرد پولداریه که نه ما قرار نمیذاریم. برای چی باش قرار نمیذاری؟ برای چی به هم زدی؟ داری بهم دروغ میگی؟ چرا این کارو کردی؟ اما الان میفهمیم که مامانش از کجا متوجه اینا شده. اما یه فلش بک میگیریم که اون موقعی بود که سومین داشت به یکی زنگ میزد. اون آدم کسی نبود جز مامان جیوان. الو چیزی شده؟ چیکار داری؟ رسول بدون اینکه سلام علیکم میره سر اصل مطلب و سعی میکنه انگار مامان جیوان رو بفرسته سراغ جیوان تا یه جوری از این پول هیوب رو بکنه از طریق مامان جیوان. از جیوان نمیدونم چی تو سرش بوده. میدونستم. فقط از کجا فهمیدی؟ راستش میدونستم خودم ولی میخواستم مطمئن بشم. اگه میدونستی چرا همه چیز برام خریدی؟ پس چون میخواستم یک بار دیگه بهت شانس بدم، به خودم شانس بدم که دختر یکی باشم، دختر دوست داشته شده یکی باشم، که لحظه مادر دختری شاد داشته باشم. ولی میدونی چیه؟ تو لیاقتشو نداری. و جوان اونجا بلند میشه بره که این زن به اصطلاح مادر آسینشو میگیره و بیشرمترین حرف ممکنه میزنه. جوان یکم پول داری من بدی؟ و سعی میکنه اون مبلغی که سومی لازم داشته رو از جوان بگیره. اگه پول بهم بدی دیگه هیچ وقت مزاحمت نمیشم، این وجود ندارم. چی فکر میکنی بازم میخوام ببینمت؟ پولی ندارم، مادری هم ندارم، در گذشته نداشتم، در آینده هم نخواهم داشت. دیگه سعی نکن مزاحم من بشی. و اونجا جوان ول میکنه میره در حالی که یک لبخند رو صورتشه از خوشحالی. راستش انگار کره ها بعد وقتی انگار ما هم اینجوری باشیم عادت دارن توی شرایطی که خیلی عجیب غریب و سنگینه لبخند میزنن. نمیدونم پوزخند لبخند انگار یه وقتایی این واقعا تبدیل به لبخند واقعی میشه. و جوان الان همین حالو داره و با یه حال خیلی داغونی میاد داخل ماشینش میشینه. اینجا در این مرحله جوان به چی نیاز داره؟ آفرین به یه کوچولو دد هیوک نیاز داره. منتها با خودش درگیره که نمیدونه بره سراغ هیوک نره چیکار بکنه.
و اونجا جیوان میره سمت دانشگاهشون و میره سمت همون باشگاهی که تمرین میکردن که ببینه آیا هیوکو میتونه ببینه و میبینه بله هیوک اونجاست و داره با سم جلو کار میکنن و تا هیوک این برای تو پنجره نگاه میکنه سری میره پایین که وقت نبینش، ولی خب سری میبینش و خیلی تعجب میکنه، انقدر تعجب میکنه که یه لحظه غافل میشه و سم میتونه حالی که پاوند پیور ماسلاش 250 بود همه رو زمین بزنن اینجوری که برای اولین بار زمین زدم هیوک میگه که شما دیدینش و اینجا حسش شما هیوک میگفت که اگه که جیوان اومده اینجا سراغش پس حتما یه چیز بدی پیش اومده و جیوان میره کجا میره قبرستون پیش مقبره باباش تا باهاش صحبت کنه و اونجا در حالی که داره مثل یک ابر بهار گریه میکنه میگه بابا واقعا دلم میخواد از هدیه‌ای که بهم دادی استفاده کنم ولی نمیدونم چطور، چرا زندگی اینقدر سخته، چی کار باید بکنم، تو بهم بگو، من این احمقم که نمیدونم باید چی کار کنم. و بعد این همه اشکشو پاک میکنه میره توی ماشینش و شروع میکنه برندهی کردن که اونجا یک ماشین مشکی هم پشت سرشه و بعدش که پشت چراغ قرمز وای میسه اینجا هیچ کسی نبود جز همون چراغ ماشین مشکیه و یه چراغ سفیدی که اون سمت وایساده بود و ما که دراما بازیم میدونیم اینجا چی میشه وقتی که اینجا هستن توی این چی میگن اینترسکشن، وقتی که توی اینجور تقاطع‌ها یه ماشین اونوره یعنی چی، یعنی قراره تصادف بدی رخ بده، یه نفر تلفن جواب میده حواسش نیست بزنه به جیوان که جیوان خودش یه تایمی سخت رو داشت و زیاد حواسش نیست که اونجا چی میشه. اونجا میبینیم که جری هیوک وارد عمل میشه و میبینیم که بله هیوک با اون جی وگن فلکس بوگاریش وارد میشه و چی میشه میاد اونجا ماشینشو میاره پیش ماشین جیوان با سرعت بالا که در واقع ما نمیپرسیم و اینو اول بهتون میگم که ما نمیپرسیم که از کجا میاد، خدایان خواستن اونجا باشه ما ربطی نداره و اونجا میاد و وای میسه و اونجا که به جای که بخوره به ماشین جیوان میخوره به هیوک و اونجا جیوان میتونه صورت هیوک رو ببینه که اصلا نترسیده و حتی یکی از ماهیچه‌های صورتش تکون نخورده، یعنی این مرد اینجوریه که اینجوری تو صورت مرگ نگاه میکنه و هیچ ترسی از مرگ نداره و همینجوری خونسرد در حینی که داشت تصادف میکرد سول زده بود به جیوان همینجوری و میدونی یه جورای عجب غریبه، خیلی آنسریسه، خیلی دیونه است. به هیوک میخوره، هیوک دقیقا همینجوریه و اینجاست که اپیزود تمام میشه و ما البته کلیک میکنیم روی اپیزود 13. ما نمیدونیم هنوز هم که هیوک مرده یا زنده است بخاطر اینکه ما برمیگردیم به 6 روز قبل از تصادف در واقع و اونجا میبینیم که یورا کاملا قاطی کرده رفته روی تختش ولی یکی از بادیگارداش میاد چیزی بهش میگه که باعث میشه دوباره قاطی کنه و اینجوری که ها چرا همیشه باید خودم انجام بدم تا درست پیش بره، بخاطر اینکه میبینه توی این چند روز سومین و مینهوا بعد کارهای احمقانه انجام دادن که بتونن توجه جیوان رو جلب کنن و زندگی جیوان رو خراب بکنن. به خاطر همین یه روز که مینهوا رو از آپارتمان مامانش میزنه بیرون که از زندگی متأهلی فرار بکنه، نیست که خیلی هم وظیفه‌های مختلفی داره، میبینه که یه مرسدس دم دره و درماشو باز میکنه، یورا توی یه کت بلند قرمز میاد بیرون و میره سمت مینهوا پارک مینهوان و یه نگاه شیطانی به مینهوان میندازه. مینهوان سوار صندلی عقب ماشین یورا میشه و با هم دیگه میرن توی پارکینگی که خیلی خلوته و اونجا یورا داره اونجوری هی نگاه میکنه، برانداز میکنه، مینهوان تا بتونه یه تعریفی پیدا بکنه ازش بکنه. حضوری خیلی بهتر به نظر میاد. آره همه میگن. به هر حال من و شما هم دیگر میشناسیم، قبلا همون دیدیم؟ نه ما قبلا همون ندیدیم، منتها هر دوی آدم مشترک رو میشناسیم، جیوان کانگ، کسی که نامزد منو دزدیده و در همون حین سومین توی خونه هست داره لباسا رو تا میکنه و وظایفش رو دانه به دانه انجام میده و اونجا زنگ میزنه به مامان جیوان تا ببینه قضیه پول گرفتن از جیوان چطور پیش رفت. چی؟ تو نباید اولش که بحث پول باز میکردی، بعد اول نرمش میکردی. خب من تلاش کردم ولی اون واقعا دختر سفتیه، ولش کن، تو اونقدر باهوش نیستی، تجربه نداری که همچین زندگی مزخرفی داری. ببینید سومین واقعا براتر از چیزی که بتونیم بهش فکر کنیم، چقدر که میتونه بی فرهنگ باشه. من میتونیم که مینهوان هنوز نشسته توی ماشین یورا و داره با یورا صحبت میکنه که همون موقع زنگ میزنه به سومین بخاطر اینکه میخواد چک کنه که آیا یورا داره بهش راست میگه یا نه، چون نمیتونه به این زن اعتماد کامل بکنه. سومین تو اون عکس ها رو از جیوان و هیوک از کجا پیدا کردی؟ چقدر زود پرسیدی، کجایی؟ الان خیلی دیر وقته، چرا نمیای خونه؟ ازت یه سوال کردم، آیا اونا رو توی یه پاکتنامه پیدا کردی؟ تو از کجا میدونی؟ و اونجا یورا اینجوری که دیدی گفتم. مینهوان ثابت میشه که پس یورا داره حقیقت رو بهش میگه. ولی خب یعنی واقعا جیوان اومده
نامزد چیبر اینو دزدیده و اینکه واقعا میهوان میخواد بین دو خانواده چیبر قرار بگیره یا نه، که چیبر هم گفتیم که خانواده پولدار و اینا رو مثلا نپوها هستن، اینجا میشه تو کار چیبر اینا رو قرار بگیره یا نه، چون اینا خب قدرتمندن و میهوان هم قشنگی نیست. خود میهوان هم گویا مثل ما فکر میکنه که ببین میگوها این روزا خیلی باهوشن، میدونن که توی جنگ بالا میگوها فقط خورده میشن. حالا توی دختر پولداری که یکی نامزد تو دزدیده و ناراحتی، این قضیه من نیست مرسی. و من پیاده میشه که بره که ببینیم که یورا پشت سرش پیاده میشه. ببین بعضی‌ها واقعا دوست دارن مثل میگو زندگی کنن. تو مشخصه که مقدر شده برات که فقط یه میگوی کوچیک باشی. و اونجا میهوان کاملا قاطی میکنه، برمیگرده بازوی یورا رو میگیره و یورا رو میچسبونه به ماشینش و اونجا بادیگارداش خب قطعا میان برمی در باب بخورن دیگه، ولی یورا بهشون میگه که صبر کنن. درسته که میگو کوچیکه ولی همزمان که میگو گاز بگیره خونریزی میکنه. میگو گاز میگیره نمیدونم. از این تهدیدی که میکنه یورا فقط میخنده، چون که میدونی این مرده مثل یه حیوان زخمی بود که داشت اونجا مینالید، ولی ته داشت بخوش میگفت من یک میگوی بزرگ خطرناک هستم. احمقانه بود کاراش. خب چرا به جای یه میگویی که گاز میگیره نمیخوای میگویی باشی که یه وال بزرگ رو میتونه از بین ببره؟ میهوان کم فکر میکنه و دیگه کم کم داره تسلیم میشه. چرا این کارو باید بکنیم؟ میدونی اون زن بعد از اینکه مرد من برداشت زندگی خوبی داره و این اصلا منصفانه نیست. آدمایی مثل من نمیتونن خیانت رو تحمل کنن. من میخوام از اون دختر انتقام بگیرم و اگه خوششانس باشم میتونم یوانکی رو هم بگیرم. و بعدش خشمم فروکش میکنه. من چیکار میتونم بکنم تا این اتفاق بیفته؟ بعد از اینکه فکراتو کردی بهت میگم میگو کوچولو یه جورایی اقواگرانه اینجوری پت کرد روی سینه میهوان. یه جورایی هم از اینکه یه همچین توجهی بهش نشون داد، یکی مثل یورا که در براش باز بسته میکنن، هم از ترسش به خودش داشت میجنبید و همونجوری اونجا وایساده بود و قرار بود که از این به بعد بر روی جوان استاک کامل انجام بده. فردا میبینیم که سر کار میهوان وایساده تا جیوان وارد بشه. وقتی که جیوان وارد میشه پشت سرش وارد آسانسور میشه و اینجا توی آسانسور فقط این دوتا که عجیبه چون آسانسوراشون همیشه پره و اونجا بدون هیچ حرف دیگه میکوبه جیوان رو سمت دیوار آسانسور. اینجا که پس اون هیو کیاره از کجا میدونستی که اون از خانواده سی او واقعا که اون همیشه شبیه بازنده ها به نظر میاد. تو از کجا فهمیدی؟ و اینجا جیوان اینجوریه که تو چی فهمیدی؟ من خیلی وقتی که میدونم، ولی میدونی من واقعا از اون بهترم، هم در گذشته هم الان. و جوان اینجوری که ببین واقعا از این رفتارهای تو خستم و داری اصلا خورد میکنی. سعی میکنه که میهوان رو کنار بزنه ولی خب فکر کنم کلا 40 کیلوه طبق استانداردهای مسخره‌ای که توقع دارن که زنها اینقدر باشن. انگار 40 کیلوه و بنده خدا نمیتونه، میخواد بزنش کنار ولی نمیتونه از پس خودش بر بیاد و میهوان هم محکم‌تر میگیره جیوان رو و دوباره جیوان رو میکوبه به دیوار آسانسور و داره باش حرف میزنه. این کار کی کردی؟ پس با هم دیگه اینجور شرکت از کی شروع شده؟ نکن شبیه که من ازت خواستگاری کردم شروع شده ها؟ تو واقعا تمکاری. و اونجا جیوان میبینه که نمیتونه خودش رو از دست این خلاص کنه ولی اونجا یه چراغ توی مغزش روشن میشه. میفهمه که همه مردا یه نقطه ضعفی دارن و اینجاست که لاغر بودن به دردش میخوره. چرا؟ به خاطر زانوهای استخونی که داره و زانوهاشو میزنه همون ناحیه‌ای که میدونه. و اونجاست که میهوان از درد به خودش میپیچه و جیوان فرصت پیدا میکنه. یه چیزی رو یادت رفته بگی، اون همینه که تو با سومی به من خیانت کردی. آنها هم موقع در اساس خدا رو شکر باز میشه و جیوان میزنه بیرون. میهوان میفهمه که تمام این مدت قبل از خواستگاری، قبل از اون جریاناتش با سومین، در واقع این جیوان بوده که داشته بازیش میداده. و بعد میبینیم که یورا داره بهش میگه که جوان کانگ ثروت خیلی عظیمی داره، یعنی همه جا زمین داره، خونه داره، همه چی داره، به ارزش خیلی بالایی و اینها رو در میاره و نشون میهوان میده که به هر حال این هم باید بدونید که جوان خودش نمیدونه که این ثروت رو داره. باشه یه بار هیوک ثروت خودش رو به نام جیوان زده بود، این همونا رو رفته پیدا کرده و میهوان که هیچ وقت این همه پول یه جا ندیده بوده توی اسناد، حتی دهنش داره آب میریزه، چشاش گشاد شده و داره میره و اینجوریه که سورپرایزش رو سراغش. و از اون طرف یورا بهش میگه که اگه که بمیره 100 برابرش به تو میرسه. 100 برابر؟ زن تو و جیوان رابطه خیلی بامزه‌ای با هم دیگه دارن. اما در واقع مثل خواهر نیستن، واقعا خواهرن. یه جوری حتی از رابطه بین جیوان و سومین هم خبر داره این دختر. یعنی این دختر اینجوری که من نمیدونم این اطراف بازی کنم، من اومدم که همه چیزو دست خودم بگیرم. و میبینیم که آقای لی رفته خونه یوک این سندا رو برده و داره امضا میکنه. اونا اینجوری که
اگه وضعیت سلامتیتون ندیده بودم میگفتم داری میمیری. حالا گربه یه حرفی، ولی چرا داری همه دارایی تو به اسم خانم جیوان میکنی؟ شما حتی دیگه الان با هم نیستین. یعنی الان جیوان علنا شده یکی از پولدارترین آدم‌های کره توی زمینه ملک و املاک. ولی چه اشکالی داره؟ من میخوام اون تو ثروت زندگی کنه و راحت باشه. عیبی داره؟ نه، ولی مطمئنی که نباید به رئیس بگم. تو اونی بودی که گفتی من هر کاری بخوام میتونم بکنم. مینوان که کاملا دیگه داره عقلش رو از دست میده و با تاریکی ها پر شده برمیگرده خونه و اون کیفش رو پرت میکنه اونجا و میره سمت سومین. با سومینم که نشسته روی تخت و منتظره که مینوان یه چیزی بگه. سومین تو خیلی چیزا رو از من مخفی کردی. دقیقا مامان جیوان ازش پول بگیری ولی موفق نشدی. تو از کجا میدونی؟ توی احمق، همونی که براتون عکس‌ها رو فرستاد بهم گفته. ولی اشکال نداره. میدونی چرا؟ چون جیوان ثروت هنگفتی داره. چطور گلوشه 60 میلیون دلار. چی؟ واقعا توی لول دیگه است. و اونجا ببین دقیقا قشنگ داشت دیوونه میشد سومین. اینجوری بود که داشت پتو فشار میداد با دستش به فرض اینکه این گردن جیوانه و ببینید فقط اینقدر فاصله داشت تا که خودش رو خلاص بکنه و یه دلیل نیاز داشت. ولی 60 میلیون دلار 60 میلیون دلیل بهش میدن. ولی مشکل نیست. میدونی چیه؟ اون گفت که اگه جیوان بمیره ثروتش میرسه به تنها خانواده‌اش. و خانواده‌اش کی؟ مادرش. و بعد مادرش پولو میده به ما. تو بیچاره. سومید من خیلی برات سخت بوده که هیچی به من نگی. من میدونم که بابات زنده است. یادتونه که مامان و باباشو عروسی نیاورده بود و یه مامان فیک آورده بود. یادتونه که سومین گفته بود که بابام مرده و من و مادرم با ثروت هنگفت گذاشته. ولی در واقع نه. در واقع باباش رستوران خیلی کوچیک داشت که همون رستوران هم هر روز کلی طلبکار میومد توش. بدونم باشگاه می‌زدن تو سر باباش و می‌دیدیم که ازش متنفره. یعنی از باباش متنفره. ولی خب میخواد که اون دوستش داشته باشه و میاره با 2 تا کیسه پول پرت میکنه جلوی باباش. باباش میگه که اینجا چه کار میکنی؟ اون خانمی که باهاش زندگی میکردی چی شد؟ و در همین حین که داره سعی میکنه بابای خودش گول بزنه و میبینیم هیوک رفته هتل یورو تا باهاش صحبت بکنه و اونجا میره در واقع اتاق هتل هم که میشه گفت یه سویت بزرگی میشه انگار پنتاوس که هال داره و اون هالش اندازه 2 تا اتاق هتله و اونجا نشسته تنها یورا و انگار که منتظر هیوک بوده و هیوک میاد و یک سرتیفیکیتی که مربوط بوده به سهام رو میده دست. گفته کلاود ایر و کیلایت رو میتونن از یوانکه دیگه جدا بشن. یورا هم پاکت رو میگیره ولی بدون که نگاش کنه میندازش روی اون میزی که اون طرفه. یه لحظه کنجکاوم کردی که چی کار داری، ولی فکر واقعا این مبلغ کافیه برای عشق بزرگ تو؟ میتونی اینجوری کمپانی خودتو جدا داشته باشی؟ نه. ببین یارا هر دومون میدونیم که تو هیچ وقت حتی به من علاقه‌مندم نبودی، ولی من میخواستم اونطوری زندگی کنیم، اونطوری میتونستیم ازدواج کنیم و بعدش هم هر کدوم زندگی جدای خودمون رو داشته باشیم. اصلا هیوک هم مثل ما مونده بود که این دختره چی میگه، چقدر دیوونه است. اونجا هیوک یه صدای از اتاق خواب یورا میشه و میدوه میره سمت اتاق و نگاه میکنه. خیلی نایس بود. دوست داشتم وقتی که مثل یک مرد حسود تو سمت اتاق نامزده تو ببینی یه مرد دیگه اونجاست. خیلی باحال بود. هیوک میدونست که این صدای توهمش نادوغن شده ولی یه چیزی نبود توی اتاق. میدونی یورا اگه میخوای اینجوری بازی کنیم منم میتونم. میخوای نقاط ضعفای همدیگه رو پیدا کنیم و با همدیگه مسابقه بذاریم؟ چون که هر کاری تو میتونی بکنی بدون که منم میتونم انجامش بدم. نه فکر نمی‌کنی که اون کاری که من میتونم بکنم تو نمیتونی؟ به هر حال هیوک هر عشقی تموم میشه و وقتی تموم شد برگرد اینجا پیش من. و هیوک با کاملا متعجب و کاملا از دست با بزرگش هم عصبیه که چرا حتی در وهله اولم فکر کردی همچین دیوونه‌ای مناسبه. و میاد میزنه بیرون و هم موقع زنگ میزنه به آقای لی چون که اونقدر باهوش بود که یک سری احتیاط‌ها رو انجام بده. و اونجا میورا هم برمیگرده داخل اتاق خوابش تا اون چیزی که هیوک قطع کرد و دوباره از سر بگیره و اون احمقی که سر صدا کرد که واسمشو میزنیم میهوان. پای این مرد میشه احمق و خائنه. بیا رفت. و اونجا میهوان از پشت پرده ها میاد. این که خیلی مسخره است بخاطر اینکه شبه و اون پشت پرده ها سال بیچاره اونایی که از بیرون داشتن اینو میدیدن. چی شد؟ گیر افتادیم؟ تو میدونی کلاود ایر و کیلایت چقدر ارزش داره؟ اینجوری با دستش میهوان پرت میکنه روی اون تختی که اونجا بود. من میهوانم نمیدونست که این عددی که داره بهش میگه رو با مغزش حساب کنه، با شعرش حساب کنه، با چی حساب کنه، ولی مغزش داشت منفجر میشد. اونجا یورا دستش حلقه میکنه دور گردن میهوان بهش لطفاً جبن کانگو بکش. من از پس بقیهش برمیام، نمیذارم لو بری.
بعدش برای بقیه عمرت پول کافی، بیشتر از کافی خواهی داشت و بعدش منم میتونم هیوکو بگیرم و کاری بکنم که پشیمون بشه. قراردادش رو به خیال خودش با یه بوسه‌ای که به من داد بس. من اونجوری بود که اوکی جوانش میگه این کارا رو نمی‌کرد ولی این داره این کارا رو برام میکنه و حتی حاضر با من میک اوت کنه، بس چرا که نه، به خاطرش این کارو میکنم. و در همین حین که اینها داشتن با هم دیگه ملق میزدن، سومین توی رستوران با بابای خودش و مامان جیوان نشسته بود که سایت پولی که به خودش آورده بود اونها پولشون رو میریزه روی میز و این دوتا هم آب از چک و چیلشون برای اون همه پول راه افتاده بود. اینو بگیرید، قرضای واجبتون رو اول بدید، بقیه‌اش هم وقتی کار انجام شد بهتون میدم. بابای سومین که داشت دیوونه شد که این هم پول از کجا آوردی، ولی هنوز شرط و شروطای سومین تمام نشده بود. فکر می‌کنید این پول مال منه؟ چیکار تا حالا برام کردی ها؟ گوش کنید، این پول مال کسیه که میتونه همه ما رو بدون که حتی یه نفر بفهمه همینجا دفن کنه. پس یا اینه که هممون زندگیمون رو درست میکنیم و این کارو میکنیم یا که هممون میمیریم. ولی این دوتا زیاد از حد طمع‌کار بودن که به این فکر کنن که اوکی ممکنه بمیریم و اینجا دیگه سومینم واقعا داشت صبرش از دست میداد. اینجوری که گوش میکنید چی میگم، میتونید این کار انجام بدید یا نه. و بابای سومین پولا رو نزدیک خودش کردش، اسکناس ها رو بو میکرد، این پول ندیده واقعی و اینجوری که آره میتونیم انجامش بدیم. یعنی این دوتا شنید میگن روحشو به شیطان فروخت، دقیقا داشتن همین کار میکردن فقط به خاطر اون پولایی که جلوشون بود. و سومینم زنگ زد به مینهوان که به هر حال هنوز هم توی آپارتمان یورا بود و با یورا مشغول بود و اون موقع جواب داد ها کارت خوب بود اوکی، بس من که نیومد راجع من که چیزی نگفت، بیا اوضاع رو از عجیب‌تر نکنیم، فعلا نمیخوام بهشون بگیم ازدواج کردیم، قدم به قدم اوکی. و ما نمیدونیم اینجا که اینا میخوان چی کار بکنن، اما مطمئنی میخوان یه کارایی بکنن و یورا هم توش هست، یعنی در واقع یورا سر دستشونه. و میگه همون موقع یکی از بادیگاردهای یورا میاد و بهش میگه که این هفته مثل اینکه سالگرد فوت بابای جیوانه و یورا خیلی خوشحال میشه از این خبر، دیوانه است. میگه که اینجوری که اوکی میتونیم اینو به روز بزرگ تبدیل کنیم، قرار بره و باباشو ببینه. اینجاست که برمیگردیم به هم روز تصادف که هنوز خیلی چیزا ما نمیدونیم، مثل اینکه چرا یه ماشینی داشت تغییر میکرد جیوان، اون ماشین کی بود، چون که جیوان فقط تو کار خودش بود، داشت گریه میکرد، مفشو بالا میکشید، فقط همین کارا رو میکرد. من رفته بودم سایت باباش، فقط گریه میکرد اون کار دیگه نمیکرد. و اینکه اون ترانک سفید یهو از کجا پیدا شد و یک اصلا از کجا پیدا شد. بعد از همینجا داشت میگرفته که همون موقع آقایی به سنگ میزنه. ببین یورو حرکتی نکرده ولی فکر کنم ما یه اشتباهی کردیم. مامان جیوان یه ترانک سفید کرایه کرده، یعنی مامانش می‌خواسته این کار بکنه، چون که اگه که جیوان بمیره همه اون ثروت به صورت اتوماتیک میرسه به مامانش. و اینجا یو کاملا متوجه است که چی شده، زنگ میزنه سری به جیوان که جیوان متوجه کنه. و یادتونه که جیوان وقتی از قبرستون اومد بیرون گوشیشو دید داره زنگ میخوره، تا اومد جواب بده گوشش خاموش شد و نتونست اصلا ببینه کیه و گوشش انداخت عقب، اشکاشو پای کرد، شروع کرد رانندگی کردن. که اونجا یعنی یوک فقط دوستش نداره جیوانو، واقعا دیوانه‌وار دوستش داره. پی استخدام کرد که مواظبش باشم. حالا کجاست؟ طبق چیزی که جی پی اس میگه توی فلان جاده است اون ترانکه. و اینجا اون پیایه که در واقع فکر کنم سمه میاد بره دنبال جیوان، ولی نیمه ماشینش کار نمیده. یعنی چی؟ یعنی یورا به همه اینا فکر کرده و به خاطر همین اون اومده ماشون دستکاری کرده احتمال زیاد. ماشین من کار نمیده، خیلی خوب آدرسو برای خودم بفرست. و اینجاست که هیوک میاد خودش وارد عمل بشه، چون میبینه که خب نشد جوان متوقف کنه از رانندگی، پس باید خودش وارد عمل بشه. و اونجاست که هیوک خودش وارد عمل میشه، کتشو میپوشه، در حالی که صحنه استو موشنه، در حالی که خون توی چشماشه، میزنه بیرون و صحنه مین کاراکترشه میزنه بیرون تا بره و خودش جیوان رو نجات بده. اینجوریه که اوکی پس هدف من از این بار متولد شدنم این بود که اگه شانس داشته باشم خودم اون شانس رو بگیرم و خودم جیوان رو نجات بدم. فکر می‌کنین که اگه قرار نیست که با اون باشم چرا برگشتم به این زندگی؟ و دوباره برای بار آخر با جیوان تماس میگیره، ولی تماسش مستقیم روی پیغام میگیره و تصمیم میگیره حرفای آخرش رو بذاره. راستش این که گفتم نفهمیدم چطوری مردم، دروغ گفتم، یه تصادف بود. من میدونم که هر لحظه توی این زندگی ممکنه بمیرم، ولی نمیتونستم با خودم کنار بیام و بدون تو زندگی بکنم. واسه همین بود که نزدیکت شدم. معذرت میخوام، اگه میدونستم اینقدر زود میمیرم دستتو نمیگرفتم. لطفا خودتو سرزنش نکن. دوست دارم خیلی زیاد دوست دارم. و من پیغام میذاره و ما میبینیم که اون کسی که پشت فرمونه بابای سومینه. و میبینیم که بعدش همون قسمتیه که دیدیم که میاد و با عجله میاد ماشینشو میذاره جلوی ماشین جیوان، بعد هم لحظه فقط به جیوان نگاه میکنه
و وقتی که اون ترانک میزنه به ماشینش، بابای سومین وقتی به خودش میاد ببینه چی شده، ببینه به ماشین اشتباهی زده و فقط فرار میکنه میره و جیوان هم میدوه میاد و میبینه که هیوک بیهوشه و سرش داره خونریزی میکنه و خیلی سریع میبرندش بیمارستان هیوکو و اونجا میبرن سریع تختش توی مراقبت‌های میشه و اونجا جیوان انگار فکر میکنه که خودش هم پرستاره، چون چسبیده به اون تختی که روش هیوک، انگار که فکر چون دانشگاه سئول رفته میتونه همه رو نجات بده و با پرستارها میخواد همراهی کنه، ولی خب پرستارها یکشون میاد و جیوان رو بیرون میکنه و اونجا سریع هیوکو میبرن به اتاق جراحی. اون طرف میبینیم که یه عمل طولانی داره هیوک و اونجا خونریزی شدید داخلی داره و جیوان هم وایساده توی اتاق انتظار داره ناخناشو میجوه، هی ساعت رو نگاه میکنه و اونجا بالاخره گوشی میزنه توی شارژ و هدفونش رو در میاره، چون که میبینه که هیوک براش پیام گذاشته و میخواد اونو گوشش بده. و از اون سمت میبینیم که سومین با مامان جیوانه توی همون اتاق هتل و دارن هی زنگ میزنه، هی مامان جیوان داره زنگ میزنه به یکی، اینجوری که چرا نتونست انجامش بده، تمام کاری که باید انجام داد این بود که با ماشین بزنه بهش. تو داری راجع به زندگی دختر خودت صحبت میکنی، واقعا روانی؟ گفت من نخندون، میدونی چی از خونم قوی تره؟ پول. بعدش تو میخوای با پدر من باشی، میدونم اون حتما کلی چیز بهت وعده داده ولی اون هیچ کاری برات نمیکنه. ببین خودت تو داری راجع به بابا چطوری صحبت میکنی؟ اینو زنی میگه که میخواد دختر خودش رو بکشه. بابای من میدونی حالیش میکنم، خیلی گفت من دوست داره ولی هیچ کاری واسه من نکرد، هیچ کاری. من این دو تا زن میفهمن که یکی داره در میزنه و بابای سومین میدونه میاد داخل، در حالی که نفسش گرفته و وحشت کرده و اونجا سومین در لحظه میفهمه، چون که باباش هیچ کاری درست انجام نمیده و شروع میکنه جیغ کشیدن. ولی خب مامان جوان هنوز ازش خبردار نشده. از اون سمتم دوباره میهوان پیش کی باشه؟ خب دوباره پیش یوراست، تو اتاق یورا، در حالی که یورا داره یه دونه دعوا رو توی UFC تماشا میکنه، داره دستاشو ماساژ میده. یورا اینجوری که خیلی کارت خوبه مینهوان، واقعا کار خوبی داری میکنی. و همون موقع بادیگاردش میاد تو. خانم خبرای بدی داریم، آقای هیوک مثل اینکه وارد قضیه شدن و آسیب دیدن و الان تحت جراحی ان. اونجا یورو واقعا قاطی میکنه، اینجوری که صبر کن ببینم اون مادره و اون پدره الان اینجا نره؟ بله درسته. اوکی برو پیداشون کن. و ببین اینجوری نبود که بخواد مثلا بسکت میوه خوش آمدید بفرسته براشون. اصلا میخواست یه کاری با مامان جیوان و بابای سومین بکنه که هر کاری که اساسش درد نکنه. و برمیگرده به مینهوان میگه برو زن تو بگیر و برو از اینجا. پس من زنگ نزدم، هیچ کاری نکن، هیچ اتفاقی نیفتاده. و مینهوان میره سمت اتاقی که سومین توشه و میبینه که سومین قاطی کرده، کاملا داره از ته جیگرش جیغ میکشه، هر چیزی که شکستنیه رو میگوه تو در و دیوار. ولی وقتی میرسه اونجا میبینه هیچ کس دیگه اونجا نیست، یعنی نه باباش نه مامان جیوان نیستن. دیوونه شدی؟ داری با خودت دعوا میکنی؟ بابام دوباره منو ول کرد. چرا؟ مگه من چه اشتباهی کردم؟ و میدونی همه چیزها به کنار که سومین آدم مزخرفیه و اینا، اینجا واقعا دلم برای سوخت و حس بدی براش داشتم. من جیوانو میکشم، اینا همش تقصیر جیوانه. همین همان دیدم که مثلا دارم هیچ چرت و پرتا رو گوش بدم، دلم که برگردم به ماساژ دادن دست یورا. سعی میکنه که سومینو بذاره کنار. خیلی روک بهش میگه ببین سومین، اون بیرون دنیایی که آدمایی مثل ما ازش اطلاع ندارن، پس بیا فقط کاری که بهمون گفتن رو بکنیم. بیا بریم و بگیم که توی خونه بودیم، اگه پلیس اومد بگیم ما خونه بودیم، فهمیدی؟ و از اون سمت میبینیم که بابا بزرگ، آقای لی، یومیون همه رسیدن بیمارستان و همه دارن گریه میکنن، همه داغونن. از اون سمت آقای لی یکی رو میکشه کنار و داره باهاش صحبت میکنه. ببین نمیدونم قضیه هنوز چی بوده ولی این کارا رو نمیتونه سومین تنهایی بکنه. و جوان که داشته فالگوش وای میساده اینجا میره وارد بحثشون میشه و میگه شما گفتین سومین؟ ببین چرا سومین باید بخواد منو بکشه؟ هیچ چیزی از مرگ من نصیبش نمیشه و اونقدری هم شجاع نیست که بخواد همه اینا رو خودش برنامه‌ریزی بکنه. میدونم جوان، ولی نمیدونم یکی پشت این قضیه است که از مرگ تو سودی حاصل میکنه. چی؟ من که نمیتونست بهش بگه که خب هیوک اومده همه اون مال اموالو به اسم تو زده و همه اونا باعث شدن میخوان تو رو بکشن چون تو اتاق جراحی بود و اصلا موقع این حرفا نبود. بخاطر همین همه برمیگردن و میبینن که همون موقع دکتر میاد بیرون، ولی اخباری که بابا بزرگ دوست داشته باشه بشنوه رو نداشت. ما همه تلاشمون رو کردیم ولی نمیدونیم کی بیدار میشه. چی داری میگی؟ باید خوبش کنی به هر قیمتی که شده. جوانم وایساده و داخل اتاق هیوکو نگاه میکنه که با همه اون ماشینایی که بهش وصلن خوابیده اونجا و آخرین جمله‌ای که بهش توی پیامش گفته بود و یادش میاد که نمیتونم برای همیشه ازت نگهداری کنم جوان و هر لحظه ممکنه بمیرم
ولی لطفا به چیزایی بد فکر نکن و من واقعا دوست دارم. من چرا احساساتی و جناب فکر کرد که من تا وقتی که به هوش بیاد همینجا وای میسم و اونجا شجاعانه ترین کاری که میتونست کرد گوشی برداشت و زنگ زد به سومین همدیگر ملاقات کنیم. اونم توی یه جای دور افتاده و اونجا سومین با عجله رفت سمت اونجایی که جیوان بهش گفته. چرا این کارو میکنی سومین؟ من فقط ازت خواستم که به من سامان بدی، بزا بدی و بذاری من زندگیمو کنم. چطور میتونی حتی به فکر کشتن یکی فکر کنی؟ چی؟ چرا همچین چیزای وحشتناکی میگی جیوان؟ چرا به کارهای خودت فکر نمی‌کنی؟ من به خاطر تو بچه‌مو از دست دادم. چی داری میگی؟ نه جدی میگم، به خاطر تو بود که بچه من صفر شد. چرت و پرت نگو. این مامان اصلا نمیتونه. این مامان اصلا قابلیت بچه داشتن نداره. چی؟ ولی من داشتم. من سونوگرافی دارم. من بچه رو حس میکردم. ولی اینجا واقعا جوان داشت دیوونه میشد از دست این همه دروغ گفتن و داستان بافتن سومین. یعنی سومین واقعا دیوانه به تمام معناست. من سومین شروع میکنه جادو بد کردن. چرا این کارو با من میکنی؟ دروغ گفتن رو بس کن. تو میخوای زندگی من خراب کنی؟ بس کن. انقدر دروغ نگو فلان نه. و هی داره هول میده جیوان رو عقب و جلو و اینجا صداش آروم میشه. ولی میدونی واقعا سومین مثل یک قاتل سریالی بود. تهمتش رو در نظر میگرفت، دنبالش میکرد و بعد هم از شکارش لذت میبرد. و اینجا صداش آروم میشه و شروع میکنه به جیوان گفتن اینکه میدونی جیوان، من نمیتونم ولت کنم. نمیتونی خوشبخت باشی. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه وقتی تو 14 سالت بود و مامانت رو ترک کرد، با بابای من تو رو ترک کرد. و شما میفهمین که اگه که زندگی جیوان غم انگیز بوده، زندگی سومین هم غم انگیز بوده و سومین جیوان رو پیدا میکنه، متوجه میشه که جیوان کی بوده و میخواد باهاش ارتباط برقرار کنه. ولی وقتی که میبینه بابای جیوان مثل یک پرنسس باهاش برخورد میکنه و جیوان متنفر میشه. بخاطر اینکه جیوان هم خب مامانش بهش کرده بود و سومین باباش. ولی مامان سومین مثل یک شیطان به تمام معنا بود و اصلا خوب با سومین برخورد نمیکرد و بخاطر همین از جیوان متنفر میشه و بخاطر همین به جیوان میگه که آره من بابام مرده 2 سال پیش و خب اون مثل یک پرنسس با من برخورد میکرد، منو دوست داشت و اینا. همین بود که بهتون رو گفتم. اما از همون موقع ازت متنفر بودم. دلم می‌خواست هر چیزی که برای تو رو بگیرم. دلم می‌خواست زندگیتون رو نابود کنم. تو همیشه خوشحال بودی. چرا انقدر همیشه خوشحال بودی؟ همیشه لبخند به لب داشتی. انگار نمیدونی دنیا چقدر میتونه بی‌رحم باشه. نمیدونی زندگی چقدر میتونه سخت باشه. جیوان ازت متنفرم و از این به بعد قرار بهت نشون بدم که زندگی چقدر میتونه بی‌رحم باشه. و میاد بره که جیوان در حالی که چشاش پر اشکه و داره گریه میکنه چون میگه خاطر اینکه بابای تو با مامان من رابطه داشت اونقدر با من بد بودی، چه ربطی به من داشت؟ فکر میکنی فقط تو عذاب کشیدی؟ و اونجا میگه که چرا برای من حس بد نمیکنی چون من برای خودم حس بد میکنم؟ نه سومین اصلا، به خاطر اینکه منم میدونستم که مامان من با بابای تو رابطه داشته ولی به تو نگفتم. فکر میکردم تو نمیدونی. فکر کردم این برات بهتره که فکر کنی بابات واقعا مرده. این واقعا نشون میده که چطوری میتونید دو طرف به یک قضیه مشترک متفاوت نگاه کنن و متفاوت رفتار کنن. یعنی سومین اینو کرده بود یک بهانه‌ای که متنفر باشه از جیوان، در حالی که جیوان اون رو دوست داشت و میدونست، ولی به خاطر اینکه فکر می‌کرد سومین نمیدونه بهش نگفته بود که سومین عذاب نکشه. من همه این مدت میدونستم اما خودم داشتم از درون میمردم. اما میخواستم تو خوشحال باشی، برای همین به تو هیچی نگفتم. فقط به خاطر تو. و سومین اینجور که به خاطر من یه جوری اهمیت رفتار نکنید که اهمیت میدی. تو اون مینوما رو به من انداختی وقتی با یه پسر پولدار همیشه همین کار میکنی، همیشه تظاهر میکنی که تو خوبی، تو اهمیت میدی ولی همیشه چیزای خوب برای خودت میخوای. چرا اینطوری برخورد کردی؟ من اینجوری بود که میدونم مشکل چیه. تو همه چیز رو با خودت مقایسه میکنی، فکر میکنی همه چیز مربوط به توئه و مطمئن باش چیزای بدتری هم در انتظارته و من منتظرم تا ببینمشون. و ول میکنه سومین همونجا میره.